الان داشتم 2 روز و فقط تعطیل. عذرخواهی میکنم اینترنت زیاد وضعیتش جالب نبود، الان خوبه. خب آره میگم 5 روز خب صبح تا شب سر کارم. 2 روز در هفته تعطیل، اون 2 روزم بعضی اوقات دیگه اینقدر آدم خسته دیگه نمیتونه به خیلی چیزای دیگه برسه و حالا امروز خدا رو شکر روز تعطیلیم بود تونستم برسم. ان هفته بعدم اگه اتفاق خاصی نیفته بازی با چادر ملو رو هستم. ارتقا گرفته دیگه، البته کارت سخت‌تر شده دیگه. باشه حالا امیدواریم که به هر حال علی یه روزی هر چه زودتر اخراج بشه که برنامه رو بتونه برسه. خب ببینیم کیا هستن تو لایو، چند نفر هستن، وضعیت چطوره، یه رفرشی بکنیم و بریم سراغ برنامه. اینقدرم که اینجا این ساعت شلوغه، یه امین اسدی آرزو به دل موندیم که فیکس شه. حالا ترکیب امروز هم اومد. حالا بنده خدا رو برای چی جذب کرد؟ حالا در حالی که به ترکیب عمق بده. آره بذار حالا چیز کنیم، با توجه به اینکه ترکیب هم اومده، در مورد ترکیب دوستان سوال کردن، ترکیب رو بذار حالا چیز کنیم بخون برامون، صدا تو صدام نشه. این ترکیبه اونجا دارم میبینم، من بیام اینورتر. سعید ابراهیم پور هستش. میتونی از همینجا بخونی. آره خب دیگه دارم از همونجا بخونم دیگه، جای دیگه آره. مجتبی بیژن دیگه قطعش کردی رفت، خسته نباشی. نه اینجا بود دیگه، گفت از اینجا بخون راحت‌تر باشه. میخواد حالا وای نیست. سعید ابراهیم پور، سپر سیمانپور، پژمان نجات، سجاد قلی بیگی، جناب مجتبی بیژن، بلال میرزا علی، محمد رستمی، حسین خیری، رضا زاهد تبار، کامل حیدری و حسین ابراهیمی. ترکیب متفاوتیه قشنگ. آره الان خودم سرگیجه گرفتم کی قراره کجا باشه. ترکیبم نیومد بود اینجا، الان رو تصویرم هست. حالا گفتیم دیگه سعید ابراهیم پور، بیژن، قلی بیگی، رستمی کاپیتانمون، سیمانپور از اول بازی اومده، خیلی جالبه. میرزا علی، خیری، زاهد تبار، نجات حیدری و خیری با وای. آره این بود ترکیبمون. علی حالا بذار در مورد اتفاقات بازی قبل صحبت کنیم. چی شد بازی رو برادرش تو اونجا بودی، من که غایب بودم. تو یکم در موردش صحبت کن. تو غایب بودی که به هر حال دیدی بازی که دیدم. آره بازی آره. دیدم. خب واقعا اون بازی که مد نظر بود، مد نظر هواداران بود نشد و شاید هم قابل انتظار بود. خب خیبر حالا جدا از تمام صحبت‌های پشت پرده و اینا خب ترکیب خوبی داره. همین این توی چند بازی اخیرش هم برنده شد، یه باخت فقط اون وسط داشت. آره. کلا روی دور بردن بود و خب قابل پیش بینی بود. حالا تمام اتفاقا افتاد، بازی رفت مثلا یه ورزشگاه دیگه و اینم که بازی بود که یه بار به تأخیرم افتاد. آره. تمام این اوصاف، ولی باز داماش اون بازی که باید رو جلوی اون همه هواداری که اومده بودن اون روز نتونست انجام بده و زیاد موقعیت خطرناک داشت. حالا یه سری هم میگن اون بهنه دقایق آخر پنالتی بود. حالا نمیدونم نظر خودت چیه، من که صحنه از نزدیک ندیدم، چیزی هم که دیدم زیاد به نظر نمی اومد. ولی ببین با فرض بر این که اصلا بذاریم که 50-50 بود اون صحنه، خب داورم 50-50 بود دیگه، نمیتونی بگیم از عمدی گرفته یا نگرفته. همه چی قرار نیست تئوری توته ازش درست. آره حالا این از این بازی هم ببین جو خوب بود از نظر تعداد تماشاچی، از نظر حضور، ولی از نظر هماهنگ بودن و از نظر اون تشویق کردن تیم و اینا خب نه واقعا. این خیلی بی برنامگی زیاد بود. منو یاد اون زمانه انداخت که مثلا سر بازی حساس استادیوم همیشه پر میشد و تا میخواستم به همین اشاره کنم. ما جلوی مثلا تراکتور سازی استقلال، مثلا فکر کن با پرسپولیس استقلال، با ملوان، با تراکتور، با اینا بازی داشتیم، یه بازی حساس میشد که اونایی که به طور عادی استادیوم نمی اومدن یهو میگفتن فلان بازی. خب میدونین که ما حالا یه سریا اون هستیم، اون افرادی که همه بازی‌ها ثابت هستن، اونا از وضعیت تیم آگاهن، از نقشی که روی سکو دارن آگاهن و همون باعث میشه که تو هر بازی واقعا یه فضای جادویی رقم بزنن. ولی خب اونایی که توی روزای خاص، حالا چه تعطیلی باشه چه حالا بازی خاص باشه و اینا، میان دیگه، میان یه سری بعضیاشون شیرین کاریا بکنن، بعضی فقط میشینن فوتبال نگاه کنن. یکی میخواد بلند شه تشویق کنه، آقا بشین من میخوام فوتبال رو نگاه کنم. اما بینیش از این جوا زیاد بود. حالا به حال متأسفانه بازی به اون سمت رفت و حالا یه سری میگن شاید تو عزادی بود اوضاع بهتر میشد. من در این مورد زیاد فرقی میداشت، فکر نکنم فرقی میگن. یعنی فکر کن همین جمعیت همون افراد میخواستن توی
عزودی هم بیان خب مگر اینکه مثلا پر میشد اون عزودی، مثلا یه سری از این افراد نمیتونستن بیان. در یه صورت من میتونم بگم شاید تو عزودی این بازی اینطوری بهتر میشد که مثلا اون جمعیت متفرقه میرفتن اون سکویی که اخیراً بازش آره. اون سکویی. علی یه چیزم هست، ما پیش بینی این وضعیت رو نمیکرد واقعا. میگم ما، یعنی ما به عنوان هوادار یه زمانهایی خودمونم خیلی زیاد جدی میگیریم، اینو سریع و واضح بگم. نمیگیم مثلا اگر اینجا نبود اونجا بود هوادار این کارو میکرد یا هوادار اون کارو میکرد. ببین تیم باید فنیش خوب باشه برای بردن. این همه تیم هستن هوادار ندارن، درسته هوادار تاثیرگذاره ولی در نهایت این تیمه که باید خوب باشه. ببین ما میگم مثلا همون سالایی که لیگ برتر بودیم خب خیلی از همین بازی‌ها رو با اون جمعیت زیاد داشتیم، خب تیم بازیشو کرد برد دیگه. مگه الان کی کار داشت کی اونجا داره تشویقو به هم میزنه، کی اونجا تو تیم بازیشو کرد برد دیگه. آره این حرفا هستن. علی جان حالا جدا از همه این صحبتایی که شد در مورد این بازی قبلی، من توی گروه هم میدیدم، البته خودم هم به این قضیه معتقد هستم، یعنی اونجایی که ما داشتیم بازی رو میدیدیم واقعا این قضیه ملموس بود. اینکه ما فکر میکنیم، من فکر میکنم، حالا نمیدونم نظر تو چیه، یه سری از هواداران اینطور فکر میکنن، یه تیم مشکل فنی هم داشت. یعنی اینجا نمیتونیم بگیم فقط اونا قوی بودن، فقط بازیکنای ما مثلا خوب بودن یا بد بودن. من برداشت میکنم که مشکل فنی هم وجود داشت، یعنی مشکل تاکتیکی هم داشتیم. تو نظرت چیه؟ شاید من اگه به نظر من شاید یه تاکتیک بهتری اتخاذ میکردیم. به هر حال هر تیمی هر چقدر هم قوی باشه، هر حریفی هر چقدر قوی باشه نقاط ضعفی داره و اگه اون کیفیت فنی بازیکنان به اون قدری باشه که بتونن از اون نقاط ضعف استفاده کنن، قطعا میتونن کارهای بهتری انجام بدن. ما مثلا خب مقابل فجر بازی کردیم، فجر هم ترکیب خیلی خوبی داره، ما هم شاید در مقابلش هنوز اون روز ترکیب کامل اونم نداشتیم، ولی طبیعتا توی نیمه دوم اون بازی تاکتیک بهتری اتخاذ کردیم، بهتر بازی کردیم. حالا در آخر به هر حال یه پنالتی زدیم گل شد، ولی منظور اینه که اگه این بازی شاید یه نوع دیگه بازی میکردیم، شاید یه خورده بازی رو جدی‌تر میگرفتیم، در تیم در تمام توانش بازی و برنامه درست بازی میکرد، شاید نتیجه جور دیگه رقم میخورد. ولی خب میگم هم ما بد بودیم هم خب خیبرم بد نبود. دوزوما نسبتا بهتر بازی کرد. قبل از اینکه به در واقع صحبت در مورد بازی امشبمون در واقع برسیم، من چند تا نکته رو بگم. یکی اینکه علی نظر که دیدیم آخر بازی، حالا چه اتفاقی براش افتاد، بنده خدا مثل این که قرص فشار هم مصرف میکنن. امیدواریم که به هر حال اینقدر تحت فشار قرار نگیره. به هر حال سلامت انسان‌ها طبیعتا از برد و باخت مهمتره. سکو هم بود اون بازی. آره عکسش هم منتشر کردن، چه داد و فریادی میزد. و انتقادی هم اگر از نظر فنی میشه، حالا علی نظر و بقیه دوستان باید بدونن که انتقاد کاملا فنیه، یعنی نه به شخصیت ایشون ما کار داریم، نه به زحمت‌هایی که کشیده رو نادیده میگیریم. ولی من احساس می‌کنم که تیم از نظر فنی مشکل داشت که اتفاقا حالا ادامه صحبت میرسه به همین بازی که ترکیب رو عملا تغییر داده. ولی قبل از اینکه به اون برسیم، من دوستانی که دارن این لایو رو میبینن دو تا خواهش دارم. اولا اینکه اگر ما رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، لایک بزنید به این ویدیو. زنگوله نداره این ویدیو چون لایو، ولی جان زنگولم داره. خب خیلی از زنگوله رو بس. آره زنگوله رو نشون دادن که زنگوله داره. چرا از پشت سر زنگوله رو بزنید که ویدیوهای دیگه که میذاریم یا لایوهای دیگه که میذاریم رو بتونید متوجه بشید. و به دوستانی هم که قراره بیان این بازی رو ببینن بگید که الان اینجا داره پخش میشه، قراره که در مورد بازی صحبت کنیم، تشریف بیارن توی لایو ما. بازی هم به محض اینکه شروع بشه ما حتما از همینجا پخش میکنیم. برسیم به این بازی. قبل از اینکه برسیم به بازی، من دوستانی که تازه اومدن یک طور دیگه ترکیب رو بخون علی بی زحمت. خب دیگه تصویری برون بر نکن. تصویر چرا دیگه؟ اینا تصویر. عرضم به حضور شما که ابراهیم پور از آقای مجتبی بیژن، قلی بیگی، آقای محمد رستمی، سیمان پور، میرزا علی خیری، زاهد تبار، نجات حیدری و حسین ابراهیم. یه سرمربیگری البته علی نظر محمدی. علی این حضور سپهر سیمانپور در ترکیب اصلی جورایی برای من سورپرایز کننده بود.
حالا خیلی پستش کم پیش اومده که اینطوری متاسفانه الان ما این چیزی چینشش رو هیچ وقت مثلا ترکیب باش نداریم. آره این یه معضل اصلا آدم بدون فلان بازیکن رو برای کدوم پست گذاشت، آدم حتما باید بازی رو ببینه تا متوجه بشه. حالا شاید سیاست‌های باشگاه باشه که نمیخوان در واقع چنین چیزایی آره نه اون چیزی که حالت یه خورده حرفه‌ای‌تر داره واسه اون میگم، ولی خب آره شاید یه نقش جدیدی براش تو این بازی داشت، شاید حالا به حال تو تمرین‌ها آمادگی خوبی از خودش نشون داد، باید ببینیم چی میشه. زاهد توار هم که باز فیکسه، اینم جالبه. زاهد سوار خب باز خوبه ماست و من امیدوارم این بازی هم یه شوت خوب کنار گذاشته باشه. آره حالا ببینیم، بر ترکیب تغییر کرده دیگه، حالا جنبه تاکتیکی داره، تنبیهی داره. خب تو نظر نمیدونم در مورد این بازی و فارسی جنوبی؟ در مورد این بازی بخوایم مشخصا صحبت کنیم، علی، بازی شبیه بازی با مثل شهر بابک میتونه باشه، از این جهت که پارس جنوبی تیم خوبیه. حالا درسته که توی زمین اونا داریم بازی میکنیم، ولی از نظر رتبه خب خیلی شبیه، یعنی اینکه تیمیه که نه دغدغه سقوط داره نه انگیزه صعود داره، ولی این بازی خونگی نیست. این بازی خونگی نیست. نمیدونم واقعا، نکن منطقی بخوایم باشیم، این بازی احتمال خب شکستمون زیاده. داماشی که خیلی امتیازهای کمی خارج از خونه گرفته، اصلا برد خارج از خونه نداشته، احتمال شکستمون بسیار بالاه. ولی میدونی چیه، مثلا این بازی جز اون بازیایی که بارها صحبت کردیم که اتفاقات فوتبالی ممکنه بیفتن و نتیجه چیز دیگه ای بشه. یه چیزو بگم، پارس جنوبی حالا بر دست روزگار به هر این چیزا الان تو دو تا بازی اخیرشو داخل خونه بوده، این بازی هم دوباره داخل خونه است، ولی دو تا بازی قبلی داخل خونه شو باخته. و یه آخرین خبری هم که از این تیم دارم اینه که مثل این که مدیریتشون بیانیه داده 3 بازی به آقای روانخواه فرصت دادن که از این بازی شروع میشه. و یکی از اون ولی هایی که گفتم همین بود، ولی الان مثلا قضیه واسهشون حیثیتی تر شده، الان مثلا التیماتوم دارن برای 3 بازی. پارامترهای زیادی تو این بازی دخیلن، نکن اینکه ما چقدر خارج از خونه بدیم، اونا وضعیت التیماتومشون به چه شکلیه، نمیدونم شرایط اصلا میزبانی اونجا به چه شکلیه، آب و هوا به چه شکلیه. یعنی من حقیقتا متاسفانه احتمال شکست رو بیشتر میدونم، ولی خب امیدوارم که اون اتفاقات فوتبالی بیفتن و به هر حال بتونیم دست و پا برگردیم. منم با توجه به آمار و ارقام و حالا حتی بدشانسی هایی که بعضی وقت توی دقایق آخر، ثانیه‌های آخر هر جایی میاریم، احتمال باخت همچنان تا 90% میدم، ولی متاسفانه آره هیچ وقت دوست ندارم اینجوری احتمال بدم، ولی خب چیزی که هست. به نظر من تواناییشو داریم از این بازی بخوایم با امتیاز بیایم بیرون، یا حالا اگه یا آپستی چیزی رخ بده مثلا با دست پرم بیایم بیرون، ولی امیدواریم اتفاقی بیفته دیگه. به هر حال به حال تیمیه که پارس جنوبی مثلا فکر کن مثل شهر بابک که زیاد تیم قدری نیست، رفته خونش 3-0 برده. هفته پیش مثلا به آریو 2-1 باخته، قبل اون که مسیه که خودمون بردیمش دیگه. آره به هر حال تیمیه که چنان تو داخل خونه قدر نبوده. احتمالش وضعیت جدول هم یک طور به بیننده‌هامون میگی، حالا از روی خب جدول پارس جنوبی که 11 جدول، نه حالا وضعیت پایین جدول، پایین جدول آره. اون جایی که خودمونیم. آره الان برس بیار حالا تا علی داره جدول رو آماده میکنه، من مجددا ازتون خواهش میکنم که دوستان دعوت کنید بیان این لایو رو ببینن، با هم بازی رو تماشا کنیم. امیدواریم که حالا ورق فوتبالی برگرده و این بازی به هر حال به سود ما پیش بره. بازی هم گفتن البته 7:30 شروع میشه. جدول این درسته دیگه، یه حدود جدول ما درسته، جدول ما آره جدول ورزش 3 یا نمیدونم کجا هست مشکل دارن، مشکل آره سایت به این معتبری باید جدولش رو درست کنه دیگه، یعنی اگه ما علافیم دیگه، ما خودمون جدول داریم، یعنی نیازی به این قضیه نه جدول رو تو سایت ببین دیگه، تو وارشsport.com اگه سخت هم برات پیدا کنم. حال داره کی بره ببین. خستم بابا. این برنامه کاریت میگم، امیدوارم که هر چه زودتر اخراج بشی. امیدوارم اگه تو بهم کار میدی من از اینجا اخراج بشم. این هم ایده خوبی میتونه باشه. بازی هم توی آنتن اشتباه زده بودن، 7:15 بازی 7:30 جدول کامل وارش اسپورت. بعد خب ما 17 جدولیم با 19 امتیاز،
به خاطر تفاضل گل کمتر میگه میتونی روتیت کنی. آره بهتره بگم اگر روتیت فعاله. روتیتشو بذار درست کن. این اینقدر روتیت نمی‌کنه گزینه‌شو. اینجا می‌بینید دوستان ما با گوشیامون هم خیلی مشغولیم. اینجا دستن‌هایی، یعنی عملا من اینجا هستم توی گروه‌ها دارم با بچه‌ها صحبت می‌کنم، جای دیگه پست می‌زنم. ما 17ام جدولی به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به دریای بابل و با منطقه امن جدول رده 15 که شاهین بندرآمری تشریف داره با یه بازی بیشتر 3 امتیاز فاصله داریم. یعنی تفاضل کم. آره عملا الان اگه این بازی رو با دست پر برگردیم 3 امتیاز رو بگیریم، دست پر 3 امتیازی دیگه. آره دیگه دست پر 3 امتیازی، یه چیز عجیب. میایم رتبه 15 به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به بندرآمری که منفی 24، ما الان منفی 17. مثلا فکر کن یکیش یا با تفاضل یه گل هم بازی رو ببریم با منفی 16 از بندرآمری بهتره وضعیتمون. و الان بازیاشونو که کردن دیگه. فقط نکته نگران کننده اینه که حالا اگر هم از این بازی دست پر بیام بیرون، بعد این با چادر ملو داریم که هفته هاست داره میبره و خیلی اوضاع خوبه. چادر ملو اگر اشتباه نکنم بهترین تیم خارج از خونم بود. خیلی میبره. یا هم نه یا کلا یه مساوی کرد و یه باخت خارج از خونه، بقیه همه رو برد. آره خیلی تیم عجیبیه. تیم خیلی خوبیه. تیم خیلی خوبی. حالا یکی از بازیکن‌ها گفتم مثل اینکه اون بازی هم قرار بره سردار جنگل، امیدوارم. حالا این بازی آخرشون فکر کنم مساوی کردن، البته اون داخل خونه با چیز نفت مسجد تراشیبی سقوطشون. امیدوارم فروش. حالا یه بحثی از این جناب روانخواه استاد فوتبال پاک و حرفه‌ای بودن و اینا اومد بود مصاحبه کرد بود بعد بازی با همین چادر ملو و سمای پارس جنوبی که گفته مثلا اینا فوتبال ناپاک میکنن. هفته پیش آره آقای اخباری نمیدونم کجای این فوتبال بوده، میان اونجا مایعاتی میریزن جلوی دروازه، خط دروازه مهاجم اون گل 6 متری میزنه اینور اونور. از این بهانه‌ها کسی که خلاصه بگم من اون روز اگه کنار زمین بودم حواسم باشه کسی مایعات نریزه دیگه، باید پسیو بزنه. واقعا کی این چیزا رو باور میکنه؟ کسی که مثلا به چنین چیزای باور داره و این رو به تیمش انتقال میده. بعد آیر روانخواه حرف از فوتبال پاک میزنه. شما سرمربی نیروی زمینی بود. میان دنیای وارونه‌ای داریم زندگی میکنیم، همینه دیگه. خب جدول داشتی وضعیت رو میگفتی. آره دیگه گفتم ما 17ام جدولیم. بعد دیگه خدا شو خوش طلایی با 14 امتیاز ته جدول چسبیده. وضعیتش چقدر بد شده الان که دارم نگاه میکنم. کی آقای آستارا؟ آره آستارا. ولی دیگه مولاسانی و شهرراز و اینا تقریبا دیگه فاصله گرفتن. شهرراز برد بکنم بازی اخیرشو. بازی اخیرشو فکر میکنم برد. آره بعد گرفتن. ولی خب ما بعد چادر ملو و آریو داریم با شهرراز تو رشت. یکی از بازیایی که به نظرم پتانسیل 3 امتیاز گرفتن توش داریم خیلی مهم. ببین نکن این 5 تا تیم پایین جدول رو بخوایم در نظر بگیریم، خوشی طلایی که هیچ باطله. خب الان باطله یا خوب؟ به نظر من باطله. حالا این چیزی که چجوری ما خودش نشون بردیم ما خیلی وضعیتون خراب. همون بازی آقای کلانتری آورد. بین شهرداری آستارا، شاهین بندرآمری، دریای بابل و داماشگیلان باید دو تاشون بیفتن. خب خوش طلایی و دریای بابل و فکر کنم نه خوش طلایی که میگم افتاده است. آره بین اون چهار تا تیم دیگه دریای بابل و شهرداری آستارا باشن تو. من امیدوارم شهرداری آستارا نباشه. ولی خب چون بندرآمری یه خورده نیم فصل دوم وضعیت خیلی از وقتی از ماهشهر خلیج فارس دیگه خلیج فارس بود دیگه. آره خلیج فارس اون تفاضل زیبا رو رقم زده یه جوری. آره خیلی خوب. ببینیم وضعیت کاملا بر اساس هواداری میگیم. اگه بخوایم آماری بگیم داماش یک از سقوط کننده است. ولی آماری آره. خب دوستانم چی میگن در مورد بیژن؟ گفتن آقای بیژن. حالا ببین علی بخاطر تصمیم سرمربی من به نظرم دیگه اینقدر هم نباید فشار بیاد روی یک بازیکن. آره یکی درسته یکی کیسه بوکس توانش. آره کیسه بوکس نکنیم، واقعا جالب نیست. چی میگم بزن رونالدو رو چرا نمیاره نمیخره داماش؟ باید دنبال مسی باید بگیم آقای شهرآمدی بره با باشگاه الناس مذاکره. نه من فکر میکنم که با اون میامی دارن مذاکره میکنن که مسی رو بیارن. رونالدو تو گروه داماشیا هست که بریم باش صحبت کنیم. میاد اینجا کامنت میذاره. خب دیگه ببینیم کی ده. استاد میگن امیدوارم استاد بیژن سوتی نده. آقای استاد بیژن بازی تموم شد. نه رضا نیکی بازی هنوز شروع نشده. تو لیگ برتر بازی رو در رو ملاک اینجام احتمالاً چرا کامنتو دارم میخونم میبینم صدات خیلی اینجا زیاد بود این نزدیک شده باشم مثلا فاصله ایجاد بشه. خب این کامنت
چی؟ آره میگه تو لیگ برتر بازی رو در رو ملاک، اینجام احتمالاً هست ولی در نهایت فلافل نه تفاضل نه اینجام بازی رو در رو ملاکه ولی آخر سر در نظر گرفته میشه، یعنی در طول فصل همون تفاضله که ملاکه. دیگه چی؟ رو در رومونم میگن نیمار رو اگه بخریم فکر کنم سقوط نکنیم. نیمار الان کجا بود؟ رفت بود. نیمار آخرین گلش به نساجی زده. الهلال بود. آره آخرین گلش قرار بود یه تیمی دیگه بره، مثل اینکه پیش مسی بره. اگه نساجی باید با مسی صحبت بلای سرش اومد، آسیا بازی میکردن سقوط میکنن. شبیه چیز شد دیگه، شبیه استقلال خوزستان بود. شهر خودرو هم اینطوری شد. چه وضعیتیه آسیا یوبه. بازیشون با بلوان هم یه سری حواشی داشت که حالا به ما به هر حال ربطی نداره ولی جالب نبوده اتفاقاتی. آره آره رضا نیکی جان به موقع رسیدی، بازی 7:30 شروع میشه. خب دیگه چی میگن؟ راست میگه مسی رو بیاریم بهتر بازی کنه بهتره. اسپایدر یاس هوادارم کم کم دارم میان. دوستان اگر میخواین اینجا بتونید چت کنید مثل بقیه دوستان، حتما کانال رو سابسکرایب کنید، به بقیه دوستان هم بگید که بیان. آهان تصویر استادیوم هم رسید، چقدر خوب. شبیه استادیومی که قراره توش 3 امتیاز بگیره. آره شبیه این تصویر استادیوم. من یک طور دیگه اینجا ترکیب رو حالا که تصویر استادیوم اومده بذارم براتون ببینید. بازم بخونم این دفعه تو بخون، صدای من تکرار شد. من الان باز میگم آقای ویژن آقای یک دو ترکیب از گوشی خودم میخونم که دیدنش راحت تر باشه. سعید ابراهیمپور دروازه‌بانمون، سپهر سیمانپور، پژمان نجات، سجاد قلیبیگی، مجتبی بیژن، بلال میرزا علی، محمد رستمی کاپیتانمون. آفرین از این چیزام آوردن گذاشتن. آهنگ چیزی نداشتن هو 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 هو. نه از اینا ولی گذاشتن. محمد رستمی کاپیتانمون، حسین خیری، رضا زاهد تبار، کمیل حیدری و حسین ابراهیمی بازیکنای ما هستن. به سرمربیگری علی نظر محمدی که توی بازی قبلی هم مشکلی براش پیش اومد. امیدواریم که به هر حال مشکل جسمانی برای هر کدوم از عزیزان که داره برای برطرف ببریم جبران بشه. آره بعد اونا اینو زدن. آره پارتو چرا ما رو راست گذاشتن؟ معمولا تو فوتبال ایران راست و نه دیگه راست چون فارسیه دیگه. آها آره دیگه برعکس گذاشتن دقیقاً. آره برعکس گذاشتن. اماتورز. نه دیگه چون این تمپلیت های آماده هستن دیگه. یادش افتاد شبکه باران یه دونه آهنگ بود واسه بازی‌های فوتبال، هزاران سال اون آهنگ بود. الان اینا ببین چی میذارن. چه آفرین که آفرین نه بابا آفرین. چه بذارین صدای استادیوم داریم یا دارم موزیک پخش میکنم؟ یه لحظه فیفا 24 تو یه لحظه نه آهنگ دارم پخش میکنم. خیلی هم خوب آفرین. شبکه باران یاد بگیره خورده. الان شبکه باران هر فوتبالی داریم آهنگ یه قرن پیشو میذارن. آهنگای کپی رایت داری که چه تصویری. آفرین. آهنگ باید آهنگ فقط آهنگ همراه با وارد. لامصب John Champion here and this is Jim Begley. Hello John. Hello everyone. This is El Gran Clasico. الهی به صلاحش. خب اینترنتمون هم یه لحظه قطع شده بود، درست شد. ازش احتمال داره که از فرستندن بوده باشه، ولی نه کارهای گرافیکیشون خوبه به هر حال. دمشون گرم آفرین. دو تا کاپیتان رو می‌بینیم که در حال عکس گرفتن هستن. This is Pars جنوبی جم. واسه امیدواریم که یه بازی خیلی خوب و قشنگ ببینیم دیگه. سعید طالبی چرا نیست؟ هست ذخیره است، فیکس نیست. خب ببینم دیگه چی میگن. ایول به موقع رسیدم. خب راست میگی مسی داداش محمد رستمی تا کی پدرام میگه که هر وقت بازی سازی رو خوب انجام دادن به نتیجه رسیدن. میگن داداش محمد رستمی تا کی با تو ترکیب باشه خستمون کرد دیگه. همینه دیگه، داشتمون همین. آقا کسی از جایگزینش بشه بس این. بعد خب دوستان خواهش میکنم که تو گروه هم یه دور دیگه پین بکنن، اشاره بکنن که خود بازی شروع شده. اشاره بکن. خب آقای حمید سجاد دوستان توی گروه هستن، لینک پخش زنده رو بفرستن. مربی‌ها رو می‌بینیم که به هر حال آقای فوتبال پاک آقای روانخواه دارن خوشوبش میکنن با هم. چه ست هم کردن محمد علی نظر رو آقای روانخواه. عکس تیمی و حلقه اتحاد. الان سکا بازی باید ببریم. خیلی
تو گروه هم که اطلاع رسانی شد دیگه. بریم. صدایی نمیدونم استادیوم اومد یا نه. من صدایی ندارم از استادیوم. به محض اینکه صدای استادیوم بیاد حتما برای شما پخش میکنیم. صدای گزارشگر بازی که شروع بشه. در حال حاضر فعلا صدایی نیست. به محض اینکه گزارش بازی شروع بشه حتما ما صدا رو برای شما هم پخش خواهیم کرد. بله، عکس تیمیمون، ترکیبم که یک دور دیگه توی تصویر دارید مشاهده میکنید. به زودی تا 2-3 دقیقه آینده باید سوت الان قشنگ آغاز بازی هم وقتش بود. بخوره. الان قشنگ وقتش بود تیم با لباس سفید بره بعد بازی حالا بردیم تیس بزنیم با تصویر رو با لباس سفید تصویر رو بخش شد. ندیدی؟ تصویر هوایی داشتن. حالا میخوان 2 دقیقه اینجا بمونن تا داور سوت بزنه، یعنی یا زودتر میخوان شروع کنن؟ چیه الان داستانشون؟ هوا اونجا چجوریه؟ گرمه؟ احتمالاً باید باشه دیگه. باید اگه بردیم بزنیم در خرماپزان. آره خب فکر کنم صدای استادیوم نه هنوز نیومده. به زودی حالا وصل میشه دیگه. فکر کنم 2-3 دقیقه اینجا قرار بمونن تا 2-3 دقیقه احتمالاً اونجا بمونن تا به وقت خود. چه کاری بود؟ همیشه وقت کم میاریم، الان وقت اضافه اومد. زودتر شروع شد بازی. چه عجیب. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خب بینندگان گزارش کردم که عزیز و گزارش شروع شد. ما دیگه ارجمند فعلا صحبتی نمی‌کنیم که شما گزارش بازی رو آقای بشنوید. هاشمی گذاشت. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان، پیشاپیش فرارسیدن عید سعید فطر رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم. از ورزشگاه تختی جم با شما عزیزان هستیم با پخش مستقیم مسابقه تیم‌های پارس جنوبی جم و داماش گیلان از هفته 26 رقابت‌های لیگ دست اول باشگاهی کشور جام آزادگان، بازی که امروز سه‌شنبه 21 فروردین 1403 در ورزشگاه تختی جم برگزار میشه. خیلی سریع اسامی بازیکن‌های دو تیم رو خدمت شما بینندگان عزیز عرض کنم. در خط دفاعی بازیکن‌های پارس جنوبی صاحب توپ هستند: میلاد تقیان، حمیدرضا نادری، حمدالله ابدام، مسعود محبی، علیرضا خدابخشی، محمد مهدی زاره، مسلم حقشناس، حسین پورامینی، علی اصغر هوشمند. فرصت دارن بازیکن‌های داماش که حقشناس توپو در اختیار میگیره: علیرضا ارجمندیان و محمد علیزاده در ترکیب پارس جنوبی جم بازی میکنن. سرمربی پارس جنوبی جم آقای امید روانخواه است. اما در تیم داماش گیلان مجتبی بیژن، محمد سجاد قلی بیگی، محمد رستمی، امیر محمد سیمانپور، بلال میرزا علی، حسین ابراهیمی، حسین خیری، رضا زاهد تبار، پژمان نجات، سعید ابراهیمپور و کمیل حیدری بازی میکنه. خطا شده به سود بازیکنهای آیپوش تلاش. سرمربی تیم داماش آقای علی نظر محمدی هست. داماش گیلان 0 پارس جنوبی جم 0. لحظات آغازین مسابقه است. قضاوت بازی بر عهده آقای محمد علی صلاحی است. کمک اولشون مرتضی هوشیار و کمک دوم هم مازیار معتمد نیا هستن و داور چهارم هم سید ابراهیم موسوی. فرصت دارن بازیکنهای داماش گیلان پشت محوطه جریمه. ابراهیمی و پژمان نجات پشت ضربه هستن. لحظه بسیار حساسی است. اینم لحظه حادث شدن خطا. حالا این ضربه ایستگاهی رو با هم ببینیم. لحظه بسیار حساسی است. ببینیم چطور از این موقعیت استفاده میکنن آی پوشان داماش گیلان. ارسال در محوطه جریمه، موقعیت، یه ضربه و داور پرچم زده. توپ توی دروازه رفت اما داور آفساید رو اعلام کرد. دو تیم خوب فوتبال کشورمون در لیگ دست اول باشگاهی کشور
امشب در ورزشگاه تختی جم به مساف هم رفتن. حرکت آهسته رو با هم دیدیم. حق شناس یه ضربه بلند، نادری نتونه ضربشو بزنه. حمدالله ابدام بازیکن خلاقی هم هست. رو به عقب محبی با زاره کار میکنن، میتونن خدابخشی و صاحب توپ کنه. روی زمین محبی صاحب توپ هست. زاره به صورت مستقیم از ورزشگاه تختی جم از سایت آنتن با شما هستیم با گزارش این مسابقه فوتبال. محبی مدافع بلندقد پارس جنوبی جم ضربشو میزنه در خط دفاعی. میرزا علی خودش یه کنترل سینه، یه پاس. زاهد تبار خدابخشی هم اونجا هست، تو پس خط عبور کرد. اعلام اوت به سود آبی پوشان داماش گیلان. پرتاب اوت به سود آبی پوشان داماش. بلال میرزا علی خودش دورخیز کرده. شلوغ هم هست توی محوطه جریمه، میتونن از ضربات سر استفاده کنن. موقعیت در محوطه جریمه، همچنان فرصت ضد حمله، ابدام. موقعیت دارن بازیکنهای پارس جنوبی کنارهای خط طولی. ارجمندیان شماره 99 عالی توپو گرفت. کمیل حیدری. ابراهیم پور ضربشو میزنه. زاره خدابخشی در خط دفاعی. زاره اونجا هست. اعلام اوت برای داماش گیلان با شماره 11 کار میکنن. محمد سجاد قلی بیگی. ابراهیمی حالا با شماره 24 میتونن ارسال کنن. داماشی ها بازی رو هجومی دنبال میکنن. موقعیت حق شناس توپو به آغوش میکشی. 0-0 مساوی. هفته 26 رقابت های لیگ آزادگان. خدابخشی، ابدام، کاپتان پور امینی، زاره، هوشمند، خدابخشی میتونن جناح بازی رو تغییر بدن. زرتوشان پارس جنوبی میتونن بازی رو ببرن به جناح راست، جایی که علیزاده هست. همچنان در خط دفاعی هوشمند. اعلام اوت به سود زرتوشان پارس جنوبی جم. خدابخشی حالا تغییر منطقه بازی. محبی، میلاد تقیان در خط دفاعی با دروازه‌بان حق شناس. زاره بازی زمینی در دستور کار بازیکنهای زرتوش پارس جنوبی جم هست. خود تقیان داور سود زد. خطا برای پارس جنوبی جم. نزدیکی های دایره میانی میدان. نمایی زیبا از استادیوم تختی جم. تشکر از گروه کاکایی فیلم که کار پخش زنده این مسابقه فوتبال رو از ورزشگاه تختی جم به عهده دارن. خدابخشی روی زمین میتونن شوت بزنن. ابدام تغییر منطقه بازی. میلاد تقیان یه کنترل عالی تو سر توپ. موقعیت، یه نفوذ، ارسال. ابراهیم پور توپو در اختیار میگیره، سری بازی رو آغاز میکنه. کاپیتان پور امینی توپ از خط عبور کرده. 0-0 مساوی. پارس جنوبی جم و داماش گیلان، دو تیم خوب فوتبال کشورمون در رقابت‌های لیگ دست اول باشگاه‌های کشور، امروز 21 فروردین 1403 در ورزشگاه تختی جم به مسافه هم رفتن. میلاد تقیان روی زمین. هوشمند
محبی، خود محبی توپو در اختیار داره. هوشمند، یه چرخش. زاره در خط دفاعی با کاپیتان پور امینی. محبی خودش توپو در اختیار داره. آهسته آهسته به دروازه داماشگیلان نزدیک میشن، همچنان در خط دفاعی. زاره، یه پاس. ارجمندیان، تغییر منطقه بازی. محبی خودش توپو در اختیار داره. میلاد تقیان، کاپیتان پور امینی میارن بازی رو به سمت چپ. هوشمند، زاره بازی رو کنترل میکنن شاگردان روانخواه توی این لحظات. حمدالله ابدام. محبی در خط دفاعی برای پارس جنوبی جمع. هوشمند توپو میگیره، باز هم رو به عقب، راه بسته است. بازی فشرده هافبک‌های میانی داماشگیران کاملا تو این لحظات احساس میشه و این باعث میشه که همچنان در خط دفاعی شاگردان روانخواه بازی رو کنترل کنن. حمدالله ابدام میتونن از ارسال‌های هوایی استفاده کنن و بازی رو برسونن به مهاجم خودشون. خدابخشی عالی کار میکنه، تو سر توپ میزنه. حمدالله ابدام او هم عالی کار میکنه. سربالا، تغییر منطقه بازی. پاس خوبی نیست. حالا سجاد قلی بیگی با شماره 70. تصمیم داور چیست؟ خطا نیست، پشت محوطه جریمه. خدابخشی، ارجمندیان، یه پاس روی زمین. توپ به تقیان میرسه یا نه؟ اوت برای پارس جنوبی جمع. محبی خودش توپو در اختیار داره. 0-0 مساوی. پخش مستقیم مسابقه از ورزشگاه تختی جمع امروز سه‌شنبه 21 فروردین 1403. حقشناس باید توپو دور کنه، خود حقشناس. حالا محبی، یه پاس بلند در دایره میانی میدان. حالا بازیکنهای داماش ضد حمله رو طراحی کردن. میرزا علی میتونه شوت بزنه. ارجمندیان ضد حمله برای پارس جنوبی جمع، باید پاس بده. یه پاس عمقی، توپ علیزاده نرسید، ارتباط قطع شد. حالا بازیکنهای داماش با شماره 14. رستمی یه پاس عمقی با شماره 70 کار میکنن. زاهد تبار، تصمیم داور چیست؟ کورنر برای داماش گیلان گرفته میشه. شلوغ است کناره های خط طولی. نگاه کنید، این لحظه است که این چنین توپ از خط عبور کرد و داور نقطه کورنر رو نشان داد برای آبی پوشان داماش گیلان. نیمکت نشینان داماش کنارهای خط طولی معترض هستند به تصمیم داور بازی. همچنان بازی 0-0 هست و این هم داور بازی که صحبت میکنه با نیم داماش گیلان. 12 دقیقه از بازی گذشت و همچنان بازی 0. ورزشگاه تختی جمع. کورنر برای آبی پوشان داماش گیلان. لحظه بسیار حساسی است. حسین ابراهیمی میخواد کورنر رو ارسال کنه. مهاجمای داماش آماده هستن. ارسال در محوطه جریمه. برگشت خطا برای پارس جنوبی جمع. خطا روی شماره 15 پارس جنوبی جمع. محبی گرفته میشه. همچنان بازی 0-0 هست. سری بازی رو آغاز میکنن زرتوشان
پارس جنوبی جمع با کاپیتان پور امینی زاره مثلث رو میسازن با حمدالله ابدام روی زمین میبرن به سمت راست. میتونن با ارسال های هوایی نادری رو صاحب توپ کنن. مهاجم فرصت طلب پارس جنوبی جمع ارتباط قطع میشه. ابراهیم پور سنگربان داماش با یه ضربه بلند، کاپیتان پور امینی کنترل سینه خوب، باز هم اجازه ندادن که نادری صاحب توپ بشه. کمیل حیدری در خط دفاعی، رستمی کنارهای خط طولی، میرزا علی چه تکنیکی داره این بازیکن، نگاه کنید فوق العاده کار میکنه. در دایره میانی میدان با شماره 11 کار میکنن. سجاد قلیبیگی ارسال، فرصت دارن، سرعت توپ زیاد هست و از سمت راست به بیرون میره و حالا شاگردان روانخواه صاحب یه پرتاب اوت میشن. از سمت راست نزدیکی های نقطه کرنر باید سریع اوتو پرتاب کنن. زمان به سرعت در حال گذر هست برای بازیکن‌های پارس جنوبی جمع. پرتاب اوت، توپ به نادری نمیرسه. حمدالله ابدام اوت برای پارس جنوبی جمع. ارجمندیان واگذار میکنه خدابخشی اوتو پرتاب کنه. دو تیم به ارزیابی یکدیگر میپردازن توی این لحظات. باید اوتو سریع پرتاب کنه خدابخشی. حالا پرتاب اوت، هوشمند پاس خوبی نیست. خود هوشمند پرتلاش توپو میگیره. علیزاده یه دریبل عالی، فرصت زده حمله برای بازیکن‌های پارس جنوبی پشت محوطه جریمه. همچنان فرصت میتونن شوت بزنن از راه دور. موقعیت به پاس به ارجمندیان. میلاد تقیان باید ارسال کنه. یه نفوذ عالی کار میکنن، ارسال در محوطه جریمه. تصمیم داور چی هستش؟ بازیکن‌های پارس جنوبی ضد حمله خوبی رو طراحی کردن از جناح راست روی دروازه داماش گیلان. از یک موقعیت مناسب صاحب یه ضربه ایستگاهی میشن زرتوشان پارس جنوبی جمع. ارجمندیان پشت توپ هست، شلوغ هم هست توی محوطه جریمه. از یک فضای مناسب موقعیت دارن زرتوشان پارس جنوبی جمع. ببینیم چطور از این موقعیت استفاده میکنن. از یک فضای مناسب شلوغ است توی محوطه جریمه. ارسال، فرصت، گل، گل برای پارس جنوبی جمع. یه گل زیبا و دیدنی. زاره بود که با یه ضربه سر توپو فرستاد به کنج دروازه داماش گیلان. چه گلی زد از روی توپ ارسالی از جناح راست. مدافع پیشتاخته پارس جنوبی این بازیکن محمد مهدی زاره با یه ضربه سر دیدنی گل اول بازی رو به ثمر رسوند. پارس جنوبی جمع 1، داماش گیلان 0. نگاه کنید به ضربه آهسته، خیلی قشنگ ضربه شو زد، دور از دستان دروازه‌بان توپو فرستاد به سمت راست دروازه. پارس جنوبی جمع 1، داماش گیلان 0. تا پایان گزارش با ما همراه باشید به صورت مستقیم از سایت آنتن از ورزشگاه تختی جمع. 21 فروردین 1403 با شما هستیم. این بازی حالا تماشایی تر دنبال خواهد شد. داماشی ها به دنبال زدن گل مساوی هستند. 3 امتیاز این دیدار بسیار حائز اهمیت است برای شاگردان آقای نظر محمدی که تیمشون تا اینجا 1 گل خورده، اما تا پایان هنوز زمان زیادی باقی است. نزدیکی های دایره میانی میدان سجاد قلیبیگی با شماره 14 رستمی، یه پاس روی زمین، موقعیت دارن بازیکنهای آبی پوش داماش. تصمیم داور چیست؟ خطا برای آبی پوشان داماش سمت راست زمین نزدیکی های خط طولی. این خطا اتفاق افتاد.
تشکر میکنم از گروه کاکای فیلم که کار پخش زنده این مسابقه رو از ورزشگاه تختی جم به عهده دارن. انصافاً تصاویر بسیار با کیفیت و به شکل عالی از ورزشگاه تختی جم ارسال میشه تا شما از دیدن یک فوتبال زیبا لذت ببرید. ارسال در محوطه جریمه، برگشت چوب، همچنان موقعیت در محوطه جریمه، شماره 4 دنبال توپ، محبی باید توپو دور کنه. آقای پوشان داماش هجومی تو این لحظات کارو دنبال میکنن در ورزشگاه تختی جم. این مسلم حقشناس هست با محبی، مدافع پرتلاش پارس جنوبی جم. نادری نتونست توپو در اختیار بگیره. سیمانپور توپ بیرون رفت. داماش صاحب ضربه ایستگاهی میشن. آی پوشان داماش گیلان موقعیت بسیار ایدالی در اختیار دارن تا گل مساوی رو به ثمر برسونن. لختی جریمه داماش منتظرن تا از ضربه سر استفاده کنن. لحظه بسیار حساسی است. نگاه کنیم با هم به این ضربه ایستگاهی. دقیقه 20 بازی هست. داماشیا صاحب ضربه ایستگاهی شدن. روی زمین میتونن ارسال کنن. کمیل حیدری روی زمین، موقعیت، یه ضربه به شکل خطرناک توپ از بالای دروازه به بیرون رفت. میرفت که گل مساوی رو به ثمر برسونن آی پوشای داماش. از جناح راست روی زمین یه ضد حمله رو طراحی کردم. منتظرم تا حرکت آهسته رو با هم ببینید. نگاه کنید چه موقعیتی رو از دست دادن. تک به تک با حقشناس نتونستن گل مساوی رو به ثمر برسونن. روی زمین یه نفوذ عالی داشتن بازیکنای داماش. 22مین دقیقه بازی در نیمه اول گذشت. همچنان پارس جنوبی جم 1، داماش گیلان 0. میرزا علی داور پرچم زده. خطا برای داماش گیلان. از یک فضای ایدئال صاحب یه ضربه ایستگاهی میشن بازیکنان آبی پوش داماش گیلان. پژمان نجات بازیکن با تجربه است، ارسال های خوبی هم داره. نجات نگاه کنیم به این ضربه ایستگاهی. فاصله توپ تا محوطه جریمه نسبتا زیاد است. ارسال، موقعیت، برگشت توپ، همچنان فرصت. حقشناس میتونه دخالت کنه. ارسال، برگشت توپ. کمیل حیدری هجومی کارو دنبال میکنه. از زمین و آسمان توپا رو میریزن روی دروازه پارس جنوبی جم در استادیوم تختی جم. هفته 26 رقابت‌های لیگ آزادگان. پارس جنوبی جم 1، داماش گیلان 0. باید اوتو پرتاب کنن. تقیان، میلاد تقیان اوتو پرتاب میکنه. کنارهای خط طولی حمدالله ابدام روی زمین. حالا بازیکنهای داماش با کمیل حیدری، هافبک طراح داماش گیلان. ارسال خوب، نباید شوت بزنه بازیکن داماش. حمدالله ابدام، تغییر منطقه بازی، خدا بخشی تو به نادری نمیرسه. کمیل حیدری خودش توپو در اختیار داره، به قصد شوت اما پاس داد.
نزدیکی های دایره میانی میدان. آفرین بر هوشمند. علیزاده این بار به جناح چپ اومده، یه پاس عالی. نادری خودش دنبال توپ، همچنان توپو تعقیب میکنه. حالا سنگربان داماش توپو دور میکنه. آفرین هوشمند. یه موقعیت، ارجمندیان یه دریبل عالی فوق العاده، چه تکنیکی داره. یه پاس، علیزاده باید ارسال کنه. ارجمندیان تعلل میکنه، ارسال، موقعیت برای پارس جنوبی جمع. مسعود محبی حال ضربشو میزنه. میلاد تقیان، مسلم حقشناس خودش توپو در اختیار دارد. چارچوب دروازه بیرون اومده. کاپتان پورامینی صاحب توپ هست. زاره، حمدالله ابدام، حقشناس، پارس جنوبی جمع 1، داماش گیلان 0. هفته 26 رقابت‌های لیگ آزادگان، نیمه اول، دقیقه 26 بازی. کنارهای خط طولی موقعیت میتونن پاس بده نادری. حالا پاس، میلاد تقیان تو سر توپ، رو به عقب. مسلم حقشناس توپو در اختیار داره. در خط دفاعی شاگردان آقای روانخواه صاحب توپ هستن، بازی رو آرام میکنن. تا اینجا 3 امتیاز بازی رو گرفتن، اما تا پایان 90 دقیقه هنوز زمان زیادی باقی است. زاره، حمدالله ابدام، یه پاس عالی. محبی، خود محبی توپو در اختیار داره در محوطه جریمه. کاپتان پورامینی با تجربه فراوان خودش تو این لحظات بازی رو آرام میکنه. علیزاده از جناح راست به چپ اومده و میتونه از نفوذها و تکنیکش استفاده کنه. حمدالله ابدام تو سر توپ، یه چرخش روی زمین. محبی، یه پاس عالی. تغییر منطقه بازی. علیزاده کنترل سینه، یه پاس. هوشمند کمی رو به عقب کار میکنه. هوشمند، خود علی اصغر هوشمند، علیزاده، زاره زننده تکل بازی برای زرتپوشان پارس جنوبی جمع. 27 دقیقه از بازی گذشت. همچنان پارس جنوبی 1-0 جلو هست از رقیب خودش. نادری نتونه ضربشو بزنه. کناره های خط طولی. اعلام خطا یا اوت به سود بازیکنای داماش. نگاه کنید به حرکت آهسته کنارهای خط طولی و داور نزدیک به صحنه است. 28 دقیقه از بازی گذشت. همچنان پارس جنوبی جمع 1-0 از رقیب خودش داماش گیلان در ورزشگاه تختی جمع جلو هست. خیری، ارسال، موقعیت. حقشناس توپو در اختیار میگیره با خیال راحت. حالا توپو به آغوش میکشه. سنگربان با تجربه پارس جنوبی جمع، مسلم حقشناس. یه ضربه بلند. خدابخشی، یه کنترل عالی. حمدالله ابدام چه پاسی میده. تقیان، بازی رو به عقب در دستور کار بازیکنهای پارس جنوبی جمع هست. حقشناس نگاه میکنه باید پاس بده، میارن به سمت راست. زاره، توپ بیرون رفت. اوت برای زرتوشان پارس جنوبی جمع هست. علیزاده باید اوتو پرتاب کنه. از چند قدم جلوتر دوباره پارسی ها صاحب پرتاب اوت میشن. دوباره علیزاده میخواد اوتو پرتاب کنه. میتونه ارجمندیان رو صاحب توپ کنه. هوشمند بازیکن خلاقی است. تصمیم داور اعلام اوت به سود آبی پوشان داماش گیلان.
میرزا علی اوتو پرتاب میکنه. هوشمند اجازه نداد که بازیکن داماش ضربشو بزنه. اعلام اوت برای آقای پوشای داماش گیلان. یه ضربه بلند میلاد تقیان اونجا هست. اوتو میگیره با تلاش خودش برای پارس جنوبی جم. 30 دقیقه از نیمه اول گذشت. همچنان پارس جنوبی جم 1-0 از رقیب خودش داماش گیلان در ورزشگاه تختی جم جلو هست. هفته 26 رقابت‌های لیگ آزادگان در یک بازی زیبا و در یک هوای مطلوب در ورزشگاه تختی جم شما عزیزان از سایت آنتن به صورت مستقیم صدا و تصویر ما رو دارید. خیری میبرم به جناح چپ. ابراهیم پور سنگربان داماش با یه ضربه بلند کاپتان پورامینی ضربشو میزنه. توپ بیرون رفت. اوتو پرتاب میکنن. پورامینی، حمدالله ابدام. یه تکل عالی از بازیکنای داماش. یه پاس عمقی خطرناک است. حقشناس هم اونجا هست و توپو در اختیار میگیره. مسلم حقشناس. این مسلم حقشناس هست، سنگربان پارس جنوبی جم با یه ضربه بلند خدابخشی، یه کنترل سینه، اما بازیکنهای داماش صاحب توپ میشن. مجتبی بیژن خودش با یه ضربه بلند برای شماره 27 ابراهیمی. یه پاس عالی، ضد حمله. نباید اجازه بدن شوت بزنن بازیکنهای داماش. تغییر منطقه بازی. میرزا علی بازیکن تکنیکی و خلاقی است. نگاه کنید، عالی کار میکنه خودش روی زمین. حالا ارجمندیان صاحب توپ هست. یه پاس عالی. هوشمند، زاره، پورامینی، ارجمندیان. پورامینی باید توپو دور کنن. حقشناس، حالا هوشمند. یه چرخش، یه پاس. ارجمندیان میتونن بازی رو ببرن به سمت راست. این کارو حالا انجام میده. یه پاس عالی خدابخشی دنبال توپ. موقعیت برای پارس جنوبی جم و ابراهیم پور توپو به آغوش میکشه. خیری در خط دفاعی صاحب توپ هستن بازیکنهای داماش. کمیل حیدری میتونه میرزا علی رو صاحب توپ کنه. یه پاس عمقی، ضربه سر و زاره میزنه. مدافع بلندقد پارس جنوبی زننده تکل بازی سریع و تو پرتاب میکنه. میرزا علی. کمیل حیدری هافبک طراح و میانی داماش گیلان سربالا بازیکن تکنیکی هم هست. با کاپیتانشون کار میکنه. شماره 14 رستمی بازیکن با تجربه است. رستمی در ترکیب داماش. سجاد قلی بیگی همچنان توپو میدان در اختیار دارن، میتونن ارسال کنن. قلی بیگی جناح چپ بازی رو هجومی دنبال میکنن با شماره 44. بازیکنای داماش خود بیژن حالا ضد حمله فرصت دارن. پشت محوطه جریمه، خطا نیست. ابدام، یه ضربه بلند، تو به ارجمندیان نمیرسه. خیری یه پاس عالی با شماره 70. فرصت برای بازیکنای داماش. میرزا علی ارسال. برخورد مدافع پارس جنوبی جم. اعلام اوت شده به سود بازیکنای داماش. پرتاب بلندی است. میتونه از ضربات سر استفاده کنن بازیکنای داماش گیلان. بازیکنای پارس جنوبی تشویق میشن توسط هواداران پرشور پارس جنوبی جم. پرتاب در محوطه جریمه. موقعیت حمدالله ابدام.
توپو دور کرده اما همچنان خطر دفع نشده روی دروازه پارس جنوبی. علیزاده ارجمندیان یه پاس کنارهای خط طولی. سجاد قلیبیگی پاس خوبی رو نفرستاد برای همتیمیش. 35 دقیقه از بازی در نیمه اول گذشت. همچنان بازی 1-0 هست به سود زرتپوشان پارس جنوبی جم. هفته 26 رقابت‌های لیگ آزادگان. حقشناس محبی در خط دفاعی صاحب توپ هستند. زاره بازیکن سرزنی است در ترکیب پارس جنوبی. ارجمندیان اگه بازیکن روبرو رو جا بذاره عالی کار میکنه، باید پاس به ارجمندیان. چقدر تعلل میکنه و خطا نیست. حالا ضد حمله قلیبیگی یه چرخش با شماره 14 رستمی کار میکنه. مجتبی بیژن رستمی از کردم که تجربه زیادی داره رستمی. حالا کمیل حیدری خودش صاحب توپ هست، او هم هافبک خلاقی است. خیری تغییر منطقه بازی. بیژن رستمی، کاپیتان رستمی آهسته آهسته به دروازه پارس جنوبی جم نزدیک میشن در تلاش برای زدن گل مساوی در ورزشگاه تختی جم. یه تکل عالی. همچنان بازیکنهای داماش علیزاده ارجمندیان ضد حمله رو میتونه طراحی کنه. رستمی نباید اجازه بده شوت بزنه، بازیکن شوت زنی است رستمی با تجربه. خیری بازی رو هجومی دنبال میکنن. تغییر منطقه بازی. قلیبیگی یه تکل اعلام اوت نزدیکی های نقطه کرنر. توپ بیرون رفت. پرتاب برای آبی‌پوشان داماش گیلان. 37 دقیقه از بازی گذشت در نیمه اول. پرتاب بلندی است. یکی از بازیکن‌های داماش احساس ناراحتی میکنه نزدیکی های نقطه کرنر. امیدواریم مشکلی نداشته باشه محمد سجاد قلیبیگی و در ادامه در خدمت تیمش باشه. پرتاب بلندی است. شلوغ است توی محوطه جریمه. موقعیت نباید شوت بزنن. حالا ضد حمله تغییر منطقه بازی. خدابخشی با گام‌های بلند باید پاس بده. تقیان با گام‌های بلند یه پاس. موقعیت فرصت گل میلاد تقیان کارو تمام میکنه. توپو فرستاد تو دروازه. چه سرعتی داره، فوق‌العاده است میلاد تقیان. هجومی کارو دنبال کرد، یه استارت زد با سرعت از هواداران پرشور پارس جنوبی جم. لحظه است که آرام آرام توپ وارد دروازه میشه. میلاد تقیان بازیکن نفوذی پارس جنوبی جم گل دوم بازی رو به ثمر میرسونه. در حالی که داماشی ها یک پارچه حمله بودن، این چنین پارس جنوبی جم گل دوم رو با خلاقیت میلاد تقیان به ثمر رسوند. بازیکن آماده پارس جنوبی جم. اگر همکارانم دوباره حرکت آهسته گل دوم رو به ما بدن ممنون میشم. حالا در خط دفاعی کار داماش سخت میشه در ورزشگاه تختی جم. نگاه کنید هنرمندانه میلاد تقیان توپو از بالای دست دروازه‌بان وارد دروازه کرد. تصمیم داور چیست؟ خطا بر روی نادری. بازیکنای پارس جنوبی جم در تلاش برای زدن گل سوم. حمید رضا نادری با خطای بازیکنای داماش گیلان نزدیکی های دایره میانی میدان متوقف میشه. حالا بازیکنای پارس جنوبی جم صاحب یه ضربه ایستگاهی میشن از یک فضای ایدئال. کاپیتان پور امینی نگاه کنید لحظه متوقف شدن نادری. کنارهای خط دایره میانی میدان خطا حادث شد. ضربه سر و بازیکنای داماش میزنن. انصافا تیم داماش
گیلان هم خوب کار کرده، خوب فوتبال بازی کرده. به هر ترتیب فوتبال هست، اما تا پایان بازی هنوز زمان زیادی باقی است. کمیل حیدری در دایره میانی میدان، حالا بازیکنهای آبی پوش داماش گیلان. تغییر منطقه بازی. بیژن خودش توپو در اختیار داره. رستمی 40 دقیقه از بازی گذشت. پارس داماش گیلان 0 هفته 26 رقابت‌های لیگ آزادگان در یک فوتبال زیبا و مهیج و تماشاگر پسند. این چنین بازیکن‌های پارس جنوبی 2-0 جلو افتادن. خطرناک است. یه تکل عالی، نگاه کنید چطور از تجربهش استفاده کرد کاپیتان پورامینی. موقعیت، باز هم پورامینی اجازه نمیده دروازه پارس جنوبی جمع باز کنه. این تجربه که چقدر گرانبها هست. ارسال توپ، جانانه دفاع میکنن مدافعان پارس جنوبی جمع. فوق‌العاده است این علیزاده، چه تکنیکی داره. بازی رو آرام میکنه. یه پاس رو به عقب. ارجمندیان باید بازی رو آرام کنن. کمی از سرعت بازی گرفته بشه به سود زرتوشان پارس جنوبی جمهد. خدابخشی خطای خدابخشی. داور به درستی خطای بازیکن پارس جنوبی جمع اعلام میکنه. 42مین دقیقه از نیمه اول. پارس جنوبی جمع 2 داماش گیلان 0. این لحظه حادث شدن خطا هست. از کارگردان میخوام اگر امکان داره دوباره صحنه گل دومو نشان بدن. گلی که میلاد تقیان به ثمر رسوند. خطای این لحظه است که میلاد تقیان در صورتی که 3 مدافع داماش حضور داشتن. اینجا گل میلاد تقیان رو ببینید، از روی دست دروازه‌بان با خلاقیت و ظرافت خاصی هنرمندانه توپو فرستاد تو چارچوب دروازه داماش و این چنین توپ به تور دروازه داماش گیلان بوسه زد. 43مین دقیقه بازی گذشت و همچنان بازی 2-0 هست. بازی متوقف شده. یکی از بازیکنهای پارس جنوبی و یکی از بازیکنهای داماش احساس ناراحتی میکنن در مستطیل سبز ورزشگاه تختی جمع. انصافا فوتبال زیبایی و با هم دیدیم در ورزشگاه تختی جمع. قطعا نیمه دوم میتونیم فوتبال بهتری رو با هم دنبال کنیم. حتما تا پایان بازی با ما همراه باشید. هنوز زمان داریم تا پایان نیمه اول. ضربه ایستگاهی برای بازیکنای داماش دقیقاً روی خط میانی میدان هست. حالا علیزاده به بازی برمیگرده. حالا بازی شروع میشه. کمیل حیدری در دایره میانی میدان یه پاس با شماره 44 کار میکنه. خیری باز هم کمیل حیدری روی زمین. موقعیت، نباید شوت بزن از راه دور. بازیکنای داماش بازیکنای شوت زنی هستن. شماره 11 شون سجاد قلیبیگی ضربهشو زد. کرنر رو میگیرن در واپسین لحظات بازی در نیمه اول. ضربه کرنر برای بازیکنای داماش. ابراهیمی میخواد کرنر رو ارسال کنه. بازیکنای داماش در تلاش هستن تا یه گل به ثمر برسونه. ارسال، موقعیت خطرناک است که ضربه سخت. کرنر باید تکرار بشه دوباره برای بازیکنای داماش. 3 دقیقه وقت اضافه لازم شده برای نیمه اول و همچنان تلاش بازیکنای آبی پوش داماش گیلان. ارسال توپ، موقعیت
ضربه رو میزنن، حالا توپو دور میکنن موقتا، همچنان خطر دفع نشده. کمیل ایدری جناح بازی رو عوض میکنن، یه پاس عمقی در محوطه جریمه. آفرین ابدام با قد کوتاه ضربات سر رو میزنه. موقعیت دارن بازیکن‌های داماش. سیمانپور خودش دنبال توپ، یه پاس و توپ بیرون میره. لحظات پایانی بازی در نیمه اول هست. پارس جنوبی جمع 2، داماش گیلان 1. یه ضربه بلند. تشویق میشن بازیکنان پارس جنوبی توسط هواداران پرشور این تیم. علیزاده یه پاس عرضی، خود علیزاده توی سر توپ، یه پاس عالی خود ارجمندیان. تغییر منطقه بازی، ضد حمله خدابخشی، بازیکن سرعتیش، یه کنترل عالی تو سر توپ، موقعیت میتونه پاس بده، میتونه شوت بزنه. خدابخشی فوق العاده است. حالا حمدالله ابدام ارسال در محوطه جریمه. ارجمندیان ارسال خوبی نیست. همچنان موقعیت برای پارس جنوبی. چه تکنیکی داره این بازیکن، فوق العاده است. نادری باید پاس بده، علیزاده ارسال تو سر توپ، موقعیت داره. چه میکنه علیزاده با تکنیکش، فوق العاده است. نزدیکی نقطه کرنر، نتونست کرنر رو بگیره. حالا ارسال، موقعیت و دروازه. چه اشتباهی کرد. تصمیم داور چی هستش؟ خطای کرنر، خطا برای آبی پوشان داماش گیلان در واپسین لحظات بازی در نیمه اول. روی زمین در خط دفاعی صاحب توپ هستن رستمی. خطا برای داماش گیلان. چند متری فاصله داره تا مرکز زمین. کمیل ایدری، خیری. ببینیم داور کی سوت پایان بازی رو در نیمه اول به صدا در میاره. بیژن همچنان پارس جنوبی جمع 2-0 از رقیب خودش داماش جلو هست و این هم سوت پایان نیمه اول. خسته نباشید. امیدوارم از تماشای بازی در نیمه اول لذت برده باشید. استراحتی میکنیم و در آغاز نیمه دوم با گزارش مستقیم بازی از ورزشگاه تختی جمع با شما دوستان فوتبال هستیم. فعلا خدا نگهدار. علی چقدر بد بودیم در مورد نیمه اول. اگر صحبتی داری، چیزی داری؟ چه دفاعی از خودم بکنم جناب قاضی؟ من بی‌دفاعم. آره، هرچی تو خط هجومی خوب بودیم، توی خط دفاعی حالا من نمیدونم صحنه گلی که زدیم آفساید بود واقعا یا گل نه. احتمالاً آفساید بود. حالا نمیدونم. گذاشتیم توی کانال ولی پنالتی بود، ولی اهمیتی نداره. اینا علیک حرفه. آره ببین الان بحث اینه که مثلا ما خیلی از بازی‌ها هست توی خارج از خونه و همین شکل بازی میکنیم. مثلا بازی با بندر آمری بود دیگه، یکی دو تا بازی قبل استقلال مولاسانی میدونم خیلی خوب بازی کردیم. ولی ببین تو کلی موقعیت، یعنی چیز توپ دستت باشه مرتب مثلا تو زمین حریف باشی ولی نتونی موقعیت‌های درست ایجاد کنی، موقعیت‌های خطرناک ایجاد کنی، فایده نداره. الان ما این صحنه رو مثلا می‌بینیم، توپ داره میرسه زیر پای بازیکن، قبل اینکه برسه زیر پاش وامیسته توپ بره اوت که حالا یه پرتاب بلندی بکنه. یعنی ما الان تمام هموغمون رو گذاشتیم روی توپای شروع مجدد. یعنی دیدی که اون گوشه زمین کی بود میتونه سانتر همون کنه؟ دارم بهت میگم، گذاشت توپ بره همون بیرون دارم میگم دیگه. آره همون دارم میگم که اوت بیام بزنه. آره یعنی
فکر کنن اصلا این یا یعنی تاکتیکی هر که جای ازشون دنیا ببینن این خواسته، بازی میخندن بهش. یا تاکتیکی که ازشون خواسته اینجوری فکر نکنم باشه، یا شاید اون خود اون بازیکن شاید اون قابلیت رو در خودش نمی‌بینه در جریان بازی موقعیت ایجاد کنه. میگن حالا ما یه پرتاب بلندی بکنیم، یه خط توی کشی بازی که تازه عقبیم. بازی ببین همونو دارم بهت میگم، یعنی حتی توپ دستمونه خطرناک نیستیم. مهم نیست تو مثلا بیا اصلا مثل تیم بارسا بازی کن، تیکی تاکا بازی کن، تو دنیا پاسکاری بکن، ولی تو نتونی اون جلو گلو بزنی، موقعیت سازی درست حسابی داشته باشی، چه فرقی داره؟ الان عملا تو این بازی هم فکر کنم مهاجم اختصاصی نداریم، یعنی ببین آره جلو حالا به کنار، خب بعد دیگه عقب چرا اینقدر خراب، دفاع چرا اینجوریه؟ دفاع هم که من میدونم الان صدامون واسه قد بود، هر کدوم صحنه داشت میاد وای این گله، وای این گل، و متاسفانه دو تا از صحنه هم گل شد و حرفی برای گفتن نیمون و اون تک به تک شدنه. من نمیدونم چه جوری دفاع کجا بود اون لحظه، چیکار داشتن می‌کردن. حالا دوستانی که این صحنه رو ندیدید میتونید عقب بزنید، همه اینا تو یک رو به اول تقریبا اتفاق افتاد، میتونید همین ویدیو رو عقب بزنید و بین دو نیمه اون یه رو به اول بازی هم ببینید. صحبت دیگه میشه که در مورد این؟ صحبتی نمیشه کرد. ترکیب بالا به نظر چی بود در کل؟ ترکیب بخواد یه تغییرات ایجاد شده بود. ولی فرقی خاصی نکرد حقیقتا. موافق اون تغییر توی خط دفاعی لزوما نبودم مخصوصا، و توی خط حمله هم شاید میتونست میرجوان رو بذاره. الان ما مهاجم میگم نداریم، عملا داریم بازیکنایی که اکثرا گوشن یا مهاجم سایه‌ان، مهاجم دومن داریم بازی میکنیم. حالا فکر میکنی که مثلا تو نیمه دوم حالا کار خاصی بتونیم بکنیم؟ نه، بستگی داره چجوری شروع کنیم در واقع و ببینیم حالا با این بازی که انجام دادیم تغییری توی ترکیب ایجاد میده یا نه. به نظر من اگه یه دفاع رو که الان نمیتونه فکر کنم توی این تایم بازی دست بزنه، ولی خورده شاید چیز به نظر بیاد، عجیب به نظر بیاد، ولی یه خورده شاید با توی خط حمله تغییرات ایجاد بکنه. فکر نمی‌کنی از اون بازیاییه که نتایج عجیب غریبی به ضررمون حاصل میشه 4 تا 5 تا؟ پتانسیلش هست، ولی میگم حالا اگه تغییر مثبتی ایجاد بشه، بازیکن نیمه دوم یه خورده بهتر بازی کنن، شاید اگه اون دقایق اول بتونیم یه گل جبران کنیم شاید بتونیم بازی برگردیم، مگر هر چقدر از زمان بازی به نظرت بین نیمه تعویض‌هایی داریم یا میره برای دقیقه 60 70؟ احتمالش هست داشته باشیم با چیزی که دیدیم، ولی میگم مهم اینه توی دقایق ابتدایی فکر می‌کنی یعنی چی میشه؟ یعنی هافبکمون میان بیرون، مهاجم اضافه که طبیعتاً سعید طالبی مثلا میاد نوک؟ سعید طالبی من نظرم بود امروز یه جوان بازی کنه، شاید نمیتونه یا نمیدونم یا حالا مشکلی داره. مصدوم چیزی هست، ولی میگم باید تغییرات ایجاد بشه، یکم تیم هجومی تر بشه و میگم الان کلید برگشت اون بازی اینه که همون دقایق اول برگردیم، اولین گل رو بزنیم و یکم تیم نیمه دوم با انرژی بهتر شروع کنه، وگرنه شانسی نمیبینم برای برگشت به بازی. هر چقدر بیشتر طول بکشه، دقیقه 60 70 اینا برسه، اوضاع بیشتر به ضرر. یه خورده از کامنت‌های بچه‌ها بخونیم، حالا کامنتاشون اونجا هست، یه تعدادو بخون. من جلوترم بیاریم اول تصویر رو چجوریه. خیلی اینجا رفتیم تو. خب میگن سقوط کردیم اینم ببازیم. نه اینجوری هم نیست، البته قابل پیش بینی بوده واقعا. سقوط که رو شاخه داماش به هیچ تیمی نه نمیگه. اسمای بچه‌ها بگو. این است داماش گیلان آقای رضا نیکینو میگه. یاسین پورحسین میگه کلا 2 تا توپ آوردن هر دوش گل شد، راست میگه. آرمین بخشی عزیزم دقیقاً ببین مسئله سر همینه، اینکه اونا 2 تا گل میارن چرا باید گل بشه همون دوتاش، در بحثمون همینه. چه دفاعی داریم؟ خب آرمین بخشی میگه خدا رو شکر دیگه خیال ما راحت تا آخر بازی، هرس نمیخوریم دیگه، رفتیم لیگ 2. نه اونجوری هم نیست، ولی خب آره احتمالش برای زیاده دیگه. ولی داره این احتمال بیشتر میشه، ولی آره دوباره نه بخوریم شد. میگه نیمه اول اگه میزدیم به یه امید مساوی شاید بود، ولی الان دیگه اصلا فراموش کنید. خیلی دوست دارم بدون علی نظر تو رختکن به اینا چی میخواد بگه، این بازیکن‌ها کلا بیشتر از این نمیتونن. امیر آرکی ریکو علی جای بس داره برام. آقا تیم درست بد بسته شده و فلان این حرفا، خب علی نظر به هر حال 6 تا 7 8 تا بازیکنه که می‌خواست رو گرفت دیگه، بسته دیگه، نمیتونیم بگیم بازیکن بده فلان اینا دیگه. حالا نمیگم تیم خیلی عالی بستیم 7 8 نفر اضافه شدن، ولی تیم قابل قبولیه دیگه.
تیمیه که با نظر علی نظر آره دیگه اینجوری هم نیست بگیم نه بازیکنمون ظرفیتش همین نه نیست واقعا. من احساس میکنم بعضیاشون نمیخوام بازی کنم. چرا؟ چیزی که میبینم تو بعضیاشون احساس میکنم دیگه شاید وا دادن. نمیدونم، خیلی عجیبه واقعا. یا اینکه نهایتا واقعا توانشون هست. بازی همزمان هم داره انجام میشه ولی نتیجهش برای ما حالا اهمیت خاصی نداره در نتیجه. آره شاید هم باید اهمیت داشته باشه. اشاره خاصی بهش نکردیم. حالا بعد از اسم این بازی جدول آپدیت شده رو حتما هم میذاریم، هم میتونید توی سایت وارش اسپورت مشاهده بفرمایید. حالا این تصویرم بهتون نشون بدم، دارن صحنه‌های حساس نیمه اول رو پخش میکنن. علی بذاریم درست هست یا نه. داشتیم در مورد این میگفتیم علی که تصویرشون واقعا خوبه. امیدوارم این افراد داخل استان هم یاد بگیرن دیگه، یکم ابزارش فراهم بشه. آره هم سخت افزار خوبی دارن، هم انگار نفرات کافی دارن، یعنی کارشون کار خاصی نیست، یعنی سخت افزار میخواد با افراد زیاد اون ارزشی که قائلنه که آخرش باید خودمون بیفتیم جلو. خودمون بیفتیم که همین دیگه. مثلا حساب کن ما الان تو وارش اسپورت 5 6 نفریم که داریم عکاسی میکنیم، مطلب می‌نویسیم، خبر میذاریم، نمیدونم طراحی میکنیم. ما 5 6 نفر رو باید مشغول کنیم که مثلا یه دونه پخش بازی بخوایم انجام بدیم. خب ارزشش رو نداره، یعنی از بقیه بخشا جا میمونیم. وگرنه آره خودمون میتونیم همین الان هم میتونیم این کارو انجام بدیم، بریم استادیوم 4 تا 5 دوربین بذاریم، کارگردانی کنیم، گزارش کنیم. مشکلی که هست اینه. ولی نظر چی در مورد بازی به نظر چی میشه؟ نه من با نظرات تو موافقم. خیلی دور از ذهنه که ما بتونیم بازی رو برگردونیم. شاید مثلا اون گل اول اگر آفساید نبود، شاید اگر اون پنالتی رو میگرفت، اینطوری ممکن بود مثلا بتونیم. میدونی من تو کل این فصل از این شایده و اگرها خسته شدم. آره آخه خیلی دور از ذهنه. ما باید واقعیت نگر باشیم. ببین به من قبل از بازی هم گفتم این بازی احتمال باختمون بالاست دیگه. ببین تو خیلی از بازی‌ها اگه صحنه ای رو واسه ما نگرفتن، بازی‌های این بود که صحنه ای رو واسه حریف نگرفتن. بله تا کی می‌خوایم حالا به این ریسمان چنگ بزنیم؟ آره تیمه که تمام اتفاقا بیفته، تمام صحنه‌ها گرفته نشه، بازم بتونه موقعیت بسازه، گل بزنه. اینا همه حرف و بهانه است. یه سالاری یه پیام گذاشته تو فاز هجومی خیلی بهتر بودیم، این بازی برمیگرده. بعد یکی گفته سالار از سوئد بالاتر گفته. آره تو لیدر نه، سالار از سوئد. نمیدونید گفتن سوئد دیگه. آره سوئد. سوئد موقعیت زیاد داشت. آره یکی گفت از کوپنهاگ، اون یکی ببین. آره بچه‌هایی که میان یوتیوب اکثرا خیلیشون از خارج از کشور هستن، به دلیل محدودیتایی که روی شبکه داخلی اینترنت هست میان بازی رو از یوتیوب میبینن. جالب توی گروه ها من میدیدم بازم میپرسیدن مثلا بازی از کجا داره پخش میشه. همه جا داره پخش میشه دیگه، یه جا ببین دیگه، اینستاگرام هست، نمیدونم یوتیوب هست، باران پخش فقط باران پخش نمیکنه اینو، بقیه جا ولی پخش میشن. چه اصراری هم حال آدم میگیره این دامش اصلا دیگه. الان حال صحبت کردن با آدم نه. آره واقعا. چند دقیقه گذاشته از چیز 13 دقیقه گذاشته، به زودی باید تصویرم بیاد ببینیم مثلا وضعیت استادیوم چیه. آره هنوز صحنه‌های حساس بازی رو دارن نشون میدن. پارسال همین موقع داشتیم تلاش میکردیم این گلیه که بیایم بالا. گل دومیه که گلای میخوریم آخه اینا چیه. قشنگ گل میخوریم ما. حقیقتشو بگم بعضی وقت فکر میکنم صعود کردن واسه ما زود. آره ما قشنگ باید مثل اون دوره‌ای که با تیم آقای حاجی پور ما تو لیگ 2 بودیم، یه 2-3 فصلی سب میکردیم. قشنگ تیم ترس‌ها پیدا می‌کرد. آره یکم ترکیبش پیدا می‌کرد، نفرات مدیریتیش ثابت می‌بودن، یه مدیریت ثابت می‌داشت، بعد با یه برنامه درست حسابی بیاد بالا. میدونی چی علی، الان بحثی که وجود داره اینه که من تصویر خودمون رو میتونم این گوشه بیارم که بقیه هم اذیت نشن. یه لحظه اجازه بدید. بحثی که وجود داره علی میدونی چیه؟ بحث اینه که
اگر ما الان سقوط کنیم مثلا این احتمال وجود داره که دیگه داماشی وجود نداشته باشه. الان توی چنین موقعیتی هستیم، یعنی به دلیل اون اتفاقات اول فصل و حالا حجم بدهیایی که به خاطر این فصل به وجود اومده و عملاً اون حالا اختلافاتی که باقیه به نوعی عملاً اصلا نمیدونی مثلا این تیم اگر بخواد سقوط بکنه چی میشه سرنوشتش. دیگه هم بخوام بگم ببین ما اصلا ممکنه به فرض این فصل هم بمونیم باز معلوم نیست فصل بعدی باشه. آره نه میگم اونطوری باز آخر اگه این فصل بمونیم اتفاقی که میفته اینه که حداقل یک تیم لیگ یکی موجوده که خودش یک ارزشی داره از نظر مادی. شاید مالک بخواد برای خودش 20 درصد بفروشه. خب اوکی میگم به هر حال یه چیزی وجود داره که مثلا مالک همچین کاری بکنه اون نفر بعدی بخواد بیاد مثلا یه داستانی. زمانی که مثلا تو 20 میلیارد 30 میلیارد بدهی داری مثلا به فرض و توی لیگ 2 هستی دیگه انگیزه برای رفع مشکلات این تیم خیلی کم میشه. میخواد دوباره باشگاه جدید تأسیس کنه. نه اصلا خیلی اتفاقات عجیب غریبی افتاده واقعا. من زحمت میکشم مثلا تصویرم دارن سعی میکنم بیارن. من جا داره که باز میگم تبریک بگم به مسئولین جمع بچه‌هایی که اونجا هستن، تصویرشون واقعا خوبه. اینکه واقعا یک طرفه هم دارن گزارش میکنن اتفاقا هیچ عیبی نداره، یعنی بارها اینو خودمونم اعلام کردیم حقشونه، تیم شهرشونه، دوست دارن که یک طرفه گزارش کنیم. به نظرم حق ما چیکار بدیهیشونه و خیلی هم خوبه اصلا. ای کاش همه تیم‌ها اینطوری بشن واقعا. اگه هاشمی ما میرفت گزارش میکنه نه همین اصلا خیلی اوکی و طبیعیه و دمشون هم گرم، دمشون گرم که از تیم شهر خودشون حمایت میکنن و دمشون گرم که از تیم شهر خودشون حمایت میکنن. میگم تصویرشون هم که خیلی خوبه دیگه، یعنی 5 6 تا دوربین دارن و کیفیتشون هم خوبه. ای کاش که شبکه باران هم یاد بگیره واقعا. بازی مثل اینکه داره شروع میشه، این تصویر لایویه که داریم میبینیم. میره موقع فوتبال میره مستند راز بقا صحبت کنیم. بازی داره شروع میشه. بازی داره شروع میشن، تیم‌ها نیومدن. حالا هر صحبت اگر نهایی هم هست که انجام بدیم که بعد دیگه برسیم به خود بازی. دوستانی هم که تو لایو هستن میگم خواهش میکنم از سایر دوستان دعوت کنن که بیان همینجا بازی رو کنار هم میبینیم. واقعا صحبت پایانی در مورد نیمه اول جنبندی نتیجه چی میشه به نظرت؟ ترسم که بدتر بشه. منم اینجور فکر میکنم. یعنی حالا اگه بخوایم بیایم یه بازی هجومی از خودمون نشون بدیم طبیعتا دفاعمون ضعیف‌تر میشن. تصویر خودمونم کم کم بردارم از اینجا. قیافه نحسمون رو بچه‌ای که اینجا هستن یکیشون میگه 2-2 مساوی میشه. خیلی دور از ذهنه. بچ گرفته. یکی از بچه‌ها شوخی می‌کرد گفت بنده خدا مهاجمش چیز مدافعشون بت گرفته بود، می‌خواست پنالتی زود هنگام بده. داور پنالتی رو نگرفت. اینقدر پنالتی بدیهی و مشخص. بیایم فکر کنیم مثلا این میشه مثل کرمان که دقیقه 90 چاوشی اومد 2 تا زد واسه خودش. یا به تارتار گفت I'm here. خب از این داماشون انتظار نمیره ولی ببینیم چی میشه دیگه. ببینیم چی میشه. کم کم بازیکنان اومدن. بازیکن اونا چی ان اینا؟ کیان؟ داوران اومدن تو زمین. بازیکنای دو تیم هنوز خبری ازشون نیست انگار. بازیکن ما البته هستن. امیدوارم بازیکن اونا یهو تعویضی هم رخ داد. چی میشه بازیکن اونا یهو میگم ما نمیخوایم بازی کنیم بازی سیچ. تنها راهی که تو اصلا تو رخکم بزن کرده باشن. آره ببین به چه چیزایی داریم متوسل. اومدن دیگه برنامه کنسل. یه تعویضی هم داشت میشه ولی برای اونا بود یا نمیدونم برای ما. جنب به هر حال یکی از مناطق گاز اصلی گاز کشور. احتمالات مختلف میشه در نظر گرفت دیگه برای لغو بازی. او مای گاد. اینم نیمه دومم به صدا گزارشگر اومد. نه بازی یو کنسل بشه مثلا بگن یه طوفانی بیاد بازی کنسل شه یه بازی دیگه تکرار شد ما بتونیم بهتر بازی کنیم. گرفتارش به چه احتمالاتی فکر می‌کنی؟
آقا من راه دیگه نمیدونم تیم به این بازی برگرده واقعا، ولی خب ببینیم چی میشه دیگه. کم کم نیمه دوم داره شروع میشه. بازیکن داماش از راست به چپ، بازیکن‌های پارس همکارام جنوبی پشت صحنه هم خسته شدن از چپ به راست تصویر باید بازی کنن. نیمه اول هم حالا خیلی جالب بود، همیشه بازی دیر شروع میشن، اینجا 2 دقیقه زودتر شروع شده بود. یه خیلی برنامه‌ریزیشون خوبه. یاره اصلا لیتس گو جم. خب این واقعا صدای گزارش ورزش اومد. میزنه بله اینم صدای گزارش کرده آغاز بود. میشه. محبی در همین لحظات ابتدایی بازی در نیمه دوم هواداران پرشور تیم محبوب پارس جنوبی جم تیمشون رو تشویق میکنن. علیزاده دورخیز کرده، میخواد اوتو پرتاب کنه. نادری در میان 3-4 بازیکن داماش توپو از دست داد. حالا ضد حمله از بازیکنای داماش. امیر محمد سیمانپور با خطای بازیکنای پارس جنوبی جم متوقف میشه. یکی از بازیکنهای پارس جنوبی احساس ناراحتی میکنه. نزدیکی‌های دایره میانی میدان امیدواریم مشکلی نداشته باشه. لحظات آغازین نیمه دوم هست با پخش مستقیم مسابقه از ورزشگاه تختی جم از طریق سایت آنتن. با شما عاشقان ورزش فوتبال هستیم. در یک هوای ایدئال و در هفته 26 رقابت ها این مسابقه در حال انجام هست. خب همچنان یکی از بازیکنان پارس جنوبی جم احساس ناراحتی میکنن. نزدیکی های دایره میانی میدان. امیدوارم مشکلی نداشته باشم. بله علیاصغر هوشمند بازیکن توانمند و پرتلاش پارس جنوبی جم حالا به بیرون زمین منتقل میشن. واقعا در تمام مسابقات خستگی ناپذیر و با تعصب فوتبال بازی میکنن برای پارس جنوبی جم. امیدواریم مشکلی نداشته باشه و در ادامه در خدمت تیمش باشه. ارسال بلند که از بالای دروازه توپ به بیرون میره. ارسال پژمان نجات. خب خوشبختانه هوشمند به بازی برمیگرده و مورد تشویق هواداران فوتبال هم قرار میگیره. علیاصغر هوشمند بازیکن خستگی ناپذیر پارس جنوبی جم. ارجمندیان کنارهای خط طولی خودش توپ در اختیار داره. 1 در مقابل 3 و اوت برای پارس جنوبی جم سمت چپ زمین نزدیکی های نقطه کورنر. ابدام خود ابدام میتونه کورنر رو بگیره یا خیر. حالا بازیکنهای داماش صاحب توپ هستن. ضد حمله محبی اونجا هست. زاره خودش پوشش میده. حق شناس یه پاس در دایره میانی میدان. نادری هوشمند یه پاس عمقی توپ خدا بخشی نرسید. ارتباط قطع شد. حمدالله ابدام. حالا علیزاده با گام‌های بلند یه پاس عالی. ارتباط قطع شد. اجازه ندادن که مهاجم پارس جنوبی جم به توپ برسه. در دایره در محوطه جریمه حالا توپو در اختیار میگیرن بازیکنان داماش. سری بازی رو آغاز میکنن. رستمی
سجاد قلیبیگی ضد حمله ارسال در محوطه جریمه، زاره برگشت توپ، کنترل سینه، ضربه دروازه برای پارس جنوبی جم به دست میاد. خب علی اصغر هوشمند نزدیکی های محوطه جریمه احساس ناراحتی میکنن. فکر کنم تعویض در تیم پارس جنوبی جم میخواد انجام بشه توی این لحظه. همچنان بازی 2-0 هست به سود شاگردان آقای روانخو. خوب کار کردن بازیکنان پارس جنوبی توی این مسابقه. خب بالا ضربه دروازه برای آیپوشان داماش، یه ضربه بلند، نادری نتونه ضربهشو بزنه، توپ به بیرون رفت. علیزاده میخواد اوتو پرتاب کنه. حالا تعویض در تیم پارس جنوبی جم انجام میشه. رضا جعفری بازیکن بومی پارس جنوبی جم حالا وارد بازی میشه برای پارس جنوبی. علیزاده رو به عقب، محبی مدافع مستحکم پارس جنوبی، یه پاس عالی، حمدالله ابدام واقعا پرتلاش کار میکنه حمدالله ابدام و این هم هواداران خونگرم و پرتلاش و پرشور پارس جنوبی جم. یه کنترل، حالا بازیکنای داماش توپو دور میکنن. جعفری اونجا هست، میتونه روی توپ اثر بذاره. توپ بیرون رفت. میلاد تقیان اوتو پرتاب میکنه. حمدالله ابدام تو سر توپ، رو به عقب، محبی. سرعت بازی تو این لحظات قابل تحسینه. جعفری بازیکن تکنیکی هم هست در میان دو بازیکن داماش. حالا ابراهیم پور با پای چپ ضربشو میزنه، محبی نتونه ضربه رو بزنه، زاره جبران میکنه. میلاد تقیان زننده گل دوم پارس جنوبی فوق العاده است. این بازیکن یه پاس خدابخشی، خودش از نفوذ استفاده کنه، چه سرعتی داره ارسال، موقعیت برای پارس جنوبی جم. میرفت که گل سوم پارس جنوبی به ثمر برسه. حرکت جوانمردانه میلاد تقیان، خودش توپو به بیرون زد تا به وضعیت بازیکن تیم رقیب رسیدگی بشه. این میلاد تقیان هست، این چنین نفوذ کرد. ببینید حرکت آهسته رو، توپم ارسال کرد، یه پاس عرضی بود، کسی نبود که از توپ استفاده کنه. همچنان پارس جنوبی شاگردان آقای روانخواه 2-0 جلو هستن از آیپوشای داماش. هفته 26 رقابت‌های لیگ آزادگان امروز سه‌شنبه 21 فروردین 1403. توپ بیرون رفت. شور و هیجانی در ورزشگاه تختی جم راه افتاده. یه فوتبال زیبا تماشاگر پسند داریم از دو تیم میبینیم. انصافاً بازیکنای داماش هم خوب فوتبال بازی کردن. خسته نباشید میگیم به بازیکنای این تیم. بریم سراغ گزارش بازی در خط دفاعی. حالا ارجمندیان یه پاس رو به عقب، علیزاده عقب‌تر کار میکنه، توی این لحظات با زاره کار میکنه. یه پاس بلند و عمقی، نادری سرعتی هم اونجا هست، داور پرچم زد، آفساید. حمید رضا نادری
بازیکن فرصت طلب و مهاجم تیزبین پارس جنوبی جمع منتظر تا گل سومو به ثمر برسونه برای پارس جنوبی جمع. کمیل ایدری عالی کار میکنه، یه پاس عمقی در محوطه جریمه، فرصت برای داماش، همچنان گل. گل چه گلی زدن روی ضد حمله. عرض کردم که روی ضد حملات فوق العاده خطرناک هستن بازیکنای داماش. توپ برگشتی و این چنین با یه شوت زنگین وارد دروازه کردن. تا پایان گزارش با دفاعی یه پاس رو به عقب و این ضربه که رفت توی کنج دروازه و زاره نتونست مانع از باز شدن دروازه پارس جنوبی جمع بشه. ابدام جعفری 1-5 پاس خوبی نیست. حالا بازی 2-1 میشه. حالا استرس دوباره میاد به کاروان پارس جنوبی جمع. فاصله گل ها حالا کم هست و بازیکنهای داماش میتونن گل مساوی رو به ثمر برسونن. ارجمندیان تو به بیرون رفت. حالا بازی رو هجومی دنبال میکنن آی پوشان داماش گیلان. یه پاس رو به عقب، بیژن، رستمی، کمیل حیدری. حالا با کاپیتان رستمی، قلیبیگی، پاسکاری های سرعتی و کم نقص و عالی میبینیم از بازیکنهای داماش. محبی با گام های بلند یا فرصت دارن و داور خطا رو میگیره. خط دفاعی رو رها کرده بود، با گام های بلند میرفت سمت دروازه داماش که با خطای بازیکنهای داماش متوقف شد. مسعود محبی چسبیده به مرکز میانه میدان، این خطا حادث شد. حالا این لحظه متوقف شدن محبی است توسط بازیکنهای داماش. پورامینی یه ضربه بلند، خدابخشی یه کنترل سینه تو سر توپ، عالی کار میکنه. چه میکنه این بازیکن؟ ارسال موقعیت برای پارس جنوبی جمع. میلاد تقیان فوق العاده است. پورامینی انصافا خستگی ناپذیر، پرتلاش، موقعیت، نادری، میتونه شوت بزنه، بازیکن فرصت طلبی است. برگشت توپ، میلاد تقیان یه پاس عالی، باز هم تقیان تو سر توپ میزنه. چه سرعتی داره این فوتبال تو این لحظات. حالا زده حمله از آیپوشای داماش گیلان با شماره 96. محبی اونجا هست و عالی پوشش میده و خطا روی مسعود محبی. چه سرعتی داره این مسابقه توی این لحظات. بازیکنهای پارس جنوبی به دنبال زدن گل سوم و بازیکنهای داماش به دنبال زدن گل مساوی در ورزشگاه تختی جمع. میرهادی میرجوان هم با تجربه و خلاقی است. نگاه کنید به لحظه ای که بازیکن پارس جنوبی جمع با خطای بازیکن داماش متوقف شد. خود محبی پشت توپ است، مدافع بلندقد و خستگی ناپذیر پارس جنوبی جمع با یه ضربه بلند کنارهای خط طولی و توپ بیرون رفت. یه ضربه بلند، پورامینی زاره زننده گل اول پارس جنوبی جمع نادری خطا رو میگیره. یه 2-3 متری فاصله داره با
دایره میانی میدان حالا میتونن از این موقعیت استفاده کنن. فاصله توپ تا محوطه جریمه خیلی زیاد هست. کاپیتان پورامینی یه پاس عمقی، خدا بخشی دنبال توپ و خروج دروازه‌بان داماش. سعید ابراهیم پور خودش توپو در اختیار میگیره. روی زمین خطای نادری گرفته میشه. داور احتمالا از کارت زرد، بله کارت زرد رو نشون داد به حمیدرضا نادری. نباید به این راحتی کارتو بگیره از داور نادری، نیاز نبود خطا کنه تو این صحنه. حالا بازیکنای داماش صاحب توپ هستن. بیژن، رستمی با کوله‌باری از تجربه خودش توپو در اختیار داره. در خط دفاعی مجتبی بیژن با شماره 27 کار میکنه. ابراهیمی، بیژن، رستمی یه پاس عمقی، از پاس‌های سرعتی استفاده میکنن در قلب دفاع بازیکنای داماش و از همین حربه هم به گل رسیدن. دنبال روزنه هستن در خط دفاعی تا از سرعت مهاجماشون استفاده کنن. بازیکنای داماش گیلان توپو دور میکنه. عبدالله ابدام ضد حمله برای پارس جنوبی، یه پاس عالی، نادری رها میکنه. خدا بخشی حالا توپو در اختیار دارن بازیکنای پارس جنوبی جمع. ارجمندیان بازیکن سرعتی و تکنیکی هم هست. نگاه کنید موقعیت، تصمیم داور چی هستش؟ نه خطایی حادث نشده و ضربه دروازه برای داماش گیلان. بیژن چه استرسی هست تو ادامه کار. پارس جنوبی به دنبال زدن گل سوم و داماش به دنبال زدن گل مساوی. زاره ضربشو میزنه. سیمان پور، حالا پشمان نجات خودش با کاپیتان رستمی باید پاس بده. بیژن، خود بیژن، بازم رستمی مدیریت میکنه میدان رو. کمیل حیدری ارسال در محوطه جریمه. ارسال های پشت محوطه جریمه فوق العاده خطرناک است. از پشت مدافعان ارسال ها رو انجام میدن و توپا رو میریزن در محوطه جریمه. شگرد بازیکنای داماش استفاده از ارسال ها است. علیزاده توپ از پاش جدا شد، یه چرخش خطا رو میگیره. داور نزدیک به صحنه است. فرشاد جانفزا برای پارس جنوبی جمع وارد بازی میشه و حمیدرضا نادری از بازی بیرون میره. خسته نباشید به نادری با تعصب و با انگیزه. درست نتونست گل بزنه توی این بازی، اما این حمیدرضا نادری هست، اما خیلی تلاش کرد انصافا. حالا ضربه ایستگاهی فوق العاده خطرناک است. میتونه از ضربات سر استفاده کنن مهاجمای داماش. ارسال بلند، توپ از دست دروازه بیرون اومد و داور خطا رو میگیره روی مسلم حقشناس. حالا حرکت آهسته رو ببینیم کاملا مشخص است. تعادل دروازه‌بان پارس جنوبی رو به هم زدن مهاجمای داماش گیلان. هفته 26 رقابت‌های لیگ آزادگان. نگاه کنید این چنین اجازه ندادن که توپو کنترل کنه حقشناس. خب همچنان بازی متوقف است. مداوا روی
حق شناس در محوطه جریمه انجام میشه. این علیرضا خدابخشی است، روانخواه هم اونجا هست. 65 دقیقه از زمان بازی گذشته و همچنان بازی 2-1 هست به سود زرتوشان پارس جنوبی جمع. منتظریم تا حق شناس به بازی برگرده. کادر فنی داماش با کمک داور صحبت میکنن. خب وقتهای اضافه که حتما لحاظ خواهد شد. خب حالا منتظریم تا دوباره بازی آغاز بشه و نگاه کنید. حق شناس ضربشو میزنه. قلی بیگی، خیری، ضد حمله از بازیکنهای داماش. تو ضد حملات خیلی خطرناک هستن. کولی بیگی واقعا بازیکن موثری. سجاد کولی بیگی همه جای زمین هم هستش و بازیکن تکنیکی هم هستش. اعلام اوت برای پارس جنوبی جمع. علیزاده باید اوتو پرتاب کنه. ابدام توپ بازیکنهای داماش میرسه، میارن به سمت چپ با شماره 77 کرنر رو میگیرن. پژمان نجات با تلاش خودش کرنر رو گرفت برای داماش گیلان. تو این لحظات بازیکنان داماش بازی رو هجومی دنبال میکنن. چقدر شلوغ است توی محوطه جریمه. ببینیم به چه شکل استفاده میکنه از این ضربه. لحظه بسیار حساسی است. خود پژمان نجات رفته تا ضربه رو ارسال کنه. یارگیری من تو من، ارسال در محوطه جریمه. نباید شوت بزنن. ضد حمله از بازیکن پارس جنوبی. علیزاده خودش دنبال توپ هست. پاس رو به عقب برای ابراهیم پور. خیری هم اونجا هست. یه ضربه بلند، ضربه اولو بازیکن داماش میزنن. اوت برای پارس جنوبی جمع جناح چپ. باید سریع اوتو پرتاب کنن زرتوشان پارس جنوبی. علیزاده خودش رفته اوتو پرتاب کنه. تقیان عالی کار میکنه کنارهای خط طولی. حالا یه پاس میده. جعفری هم اونجا هست. تغییر منطقه بازی. خدابخشی موقعیت دارن بازیکنهای پارس جنوبی میتونن ارسال کنن روی دروازه. تو سر توپ موقعیت باید پاس بده پشت محوطه جریمه. حمدالله توپ از پاش جدا شد. چه موقعیتی داشتن زرتوشان پارس جنوبی جمع. حمدالله ابدام خوب نفوذو انجام داد. ضربه نهایی رو نتونست بزنه حمدالله ابدام. هفته 26 رقابت‌های لیگ آزادگان. یک بازی دیدنی، حساس، پر استرس و مهیج رو داریم دنبال میکنیم. ضد حمله، فرصت، ارجمندیان تو سر تو باید پاس بده. همچنان موقعیت میتونه شوت بزنه ارجمندیان. تغییر منطقه بازی. میلاد تقیان. پارس جنوبی جمع 2، داماش گیلان 1. هجومی کار رو دنبال میکنن. زاره میتونه ارسال کنه پشت محوطه جریمه. همچنان فرصت اوت برای پارس جنوبی جمع به دست میاد. شور و هیجان در ورزشگاه تختی جمع. عالی کار کردن بازیکنان پارس جنوبی جمع. ارجمندیان حالا اوتو پرتاب میکنه. کاپیتان
پورامینی با کوله‌باری از تجربهش تو این لحظات به درد میاد برای پارس جنوبی جمع. حمدالله ابدام، میلاد تقیان عالی کار میکنه. خطا روی میلاد تقیان. انصافا میلاد تقیان در این مسابقه فوق‌العاده ظاهر شده در مستطیل سبز ورزشگاه تختی جمع در ترکیب زرتوشان پارس جنوبی. جعفری و ابراهیم پور توپو به آغوش میکشه. پارس جنوبی جمع 2، داماش گیلان 1. هفته 26 رقابت‌های لیگ آزادگان در یک بازی حساس و نفسگیر و مهیج. بازی در دقیقه 70 بازی 2-1 هست به سود شاگردان آقای روانخواه. تا پایان گزارش با ما همراه باشید و از دیدن این فوتبال زیبا لذت ببرید. جعفری چه تکنیکی داره در خط دفاعی. محبی حق شناس از چارچوب دروازه بیرون اومده، توپ بیرون رفت. اعلام اوت به سود آبی پوشان داماش گیلان. تلاش بازیکنهای داماش برای زدن گل مساوی در ورزشگاه تختی جمع. تعویض در تیم داماش. سعید طالبی میخواد وارد بازی بشه برای آبی پوشان داماش گیلان در دایره میانی میدان. حالا فرصت دارن ارسال توپ روی دروازه. موقعیت برای داماش. باید توپو دور کنن. حالا میتونن یه زده حمله رو طراحی کنن بازیکنهای پارس جنوبی جمع. بیژن خودش توپو در اختیار داره. یه پاس. حیدری نتونه توپو کنترل کنه. حمدالله ابدام تو سر توپ عالی کار میکنه. ابدام یه چرخه، چه تکنیکی داره. تکنیک ناب حمدالله ابدام. بازی رو میبرن به سمت چپ. علیزاده یه پاس خدا بخشی. باز هم حمدالله ابدام. ضد حمله از بازیکنهای پارس جنوبی جمع. رو به عقب. محبی باید پاس بده. سر بالا روی زمین. خدا بخشی یه کار عالی. تقیان چه سرعتی داره. موقعیت تو سر توپ. یه پاس. جعفری همچنان موقعیت. چه تکنیکی. تغییر منطقه بازی. تلاش بازیکن‌های پارس جنوبی جمع برای زدن گل سوم در ورزشگاه تختی جمع. پارس جمع یک پارچه حمله شده توی این لحظات. ارجمندیان تو سر توپ. 72 دقیقه از بازی گذشت. پارس جمع 2، داماش گیلان 1. روی زمین حمدالله ابدام بازی رو آرام میکنه. در مرکز میدان هنرنمایی میکنه برای پارس جنوبی جمع. همین بازیکن زاره پورامینی. خود پورامینی ضد حمله برای پارس جنوبی جمع. جانفزا علیزاده باید پاس بده. علیزاده حالا خدا بخشی. ارجمندیان رو به عقب. زاره خود زاره پورامینی ارجمندیان. بازیکنهای پارس بازی رو آرام میکنن توی این لحظات. جعفری یه پاس عالی. توپ بیرون رفت. اعلام اوت برای آبی پوشان داماش گیلان. 74 دقیقه از بازی گذشت و همچنان شاگردان آقای روانخواه 2-1 جلو هستن از آبی پوشان داماش گیلان. هفته 26 رقابت‌های لیگ آزادگان. پارس جنوبی جمع 2، داماش گیلان 1.
هفته 26 رقابت‌های لیگ آزادگان پارس جنوبی جم اینم پیدا 2-1 جلو است از بازیکن‌های داماش. کمیل حیدری یه ضربه بلند، ارسال تو پشت محوطه جریمه، میتونن شوت بزنن بازیکن‌های داماش. ارسال خطرناک است، باید توپو دور کنن بازیکن‌های پارس جنوبی. توپا رو میریزن روی دروازه. کمیل حیدری میتونه شوت بزنه پشت محوطه جریمه تو سر توپ. همچنان بازیکن‌های داماش ارسال از چپ و راست توپا رو ارسال میکنن. داماش تو فاز حمله هست توی این لحظات، خطرناک است در محوطه جریمه. توپ بیرون رفت. ورزشگاه تختی جم در شرایط بسیار مطلوبی قرار داره برای برگزاری مسابقه فوتبال که جا داره از پیگیری ها و تلاش های آقای مهندس هاشمی مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجر جم تشکر کنیم که جهت آماده سازی ورزشگاه تختی جم همیشه پیگیر و پرتلاش هستند. تقیان ارسال توپ، ضد حمله از بازیکن‌های داماش. حیدری همچنان بازیکن‌های داماش در خط دفاعی. حیدری تغییر منطقه بازی، ارسال، موقعیت دارن و پورامینی توپو دور میکنه. اعلام اوت شده به سود بازیکن‌های داماش. اوتو پرتاب میکنن در دایره میانی میدان. حالا بازیکن‌های پارس جنوبی توپو از دست دادن. همچنان بازیکن‌های داماش دارن حمله میکنن پشت محوطه جریمه. خطرناک است، میتونن ارسال کنن. ارسال روی دروازه، باید توپو دور کنن. آفرین تقیان ضربشو زد. داماش داره حمله میکنه توی این لحظات. اعلام اوت شده به سود آقای پوشان داماش گیلان. لحظه بسیار حساسی است، خیلی شلوغ است تو محوطه جریمه. ببینیم چطور از این موقعیت استفاده میکنن. دوباره کورنر تکرار شد به سود آقای پوشان داماش گیلان. لحظه بسیار حساسی است. نگاه کنید، ضربه کورنر، ارسال خطرناک، ضربه شو میزنه و گل. گل! اینم گل دوم برای
داماش گیلان عرض کردم که روی ضد حملات فوق العاده خطرناک هستن، کرنرهای پیاپی ارسال کردن و این چنین گل دومو به ثمر رسوندن. حالا بازی 2-2 میشه. دقیقه 80 بازی پارس جنوبی که 2-0 جلو بود، حالا بازی 2-2 میشه. حالا منتظریم تا حرکت آسه لحظه به ثمر رسیدن گل دوم. نگاه کن اینجا و این چنین ضربه رو زدم و دور از دستان حق شناس توپ وارد دروازه شد. مدافعان پارس جنوبی میتونستن دخالت کنن و اجازه ندن که این چنین گل دوم به ثمر برسه. حالا بازیکنهای پارس جنوبی میتونن گل سومو به ثمر برسونن. هنوز دقیقه تا پایان بازی زمان هست. محبی استرس زیادی بر بازی حاکم هست. لحظات پایانی بازی هست. محمد سرفراری میخوام برای پارس جنوبی جمع وارد بازی بشن. پرتاب بلندی است، میتونه از ضربات سر استفاده کنن. این مسعود محبی است. ببینیم کی تعویض‌ها انجام میشه در جنوبی جمع. لحظه بسیار حساسی است. داور نگاه میکنه اما هنوز دستور اجازه نکرده. حالا محبی، خب حالا داور با نیمکت نشینان داماش صحبت میکنه و یک کارت زرد رو به یکی از نیمکت نشینای داماش نشان داد. حالا محبی باید اوتو پرتاب کنه. دورخیز کرده. حالا اوتو پرتاب میکنه در محوطه جریمه. موقعیت دارن بازیکنهای پارس جنوبی، همچنان در محوطه جریمه باید شوت بزن. فرصت، یک کنترل، تو پس پاش جدا شد. میلاد تقیان، محبی، ارسال، موقعیت. چه توپیو میگیره سنگربان داماش گیلان. ابراهیم پور اجازه نداد گل سوم پارس جنوبی به ثمر برسه. کاپیتان پور امینی، اوج هیجان در ورزشگاه دو تیم در فاز حمله هستن. ضد حمله برای تصویرش رو داماش تعریف گیلان. کردیم خراب شد علی. یه اصلی چی تعریف نکنه. برای پارس جنوبی ابدام علیزاده. ببینیم کی تعویض در تیم پارس جنوبی جمع انجام. حق شناس، ابدام، یه ضربه بلند پشت محوطه جریمه. موقعیت دارم بازیکنهای پارس جنوبی در واپسین لحظات بازی پرگلی ها امشب با هم دیدیم. طالبی، حالا بازوبند کاپیتانی و خودش بسته. طالبی سرعت توپ زیاد بود و توپ از خط عبور کرد. ضربه دروازه برای پارس جنوبی جمع. حالا تعویض‌ها در ترکیب پارس جنوبی جمع باید انجام بشه. همایون افتخاری، علی دشتی و محمد سرفراز برای پارس جنوبی جمع میخوان وارد بازی بشه. بازی است. حمدالله ابدام، محبی باید سری توپو بره
میانی پارس جنوبی تا مهاجمای تیم تغذیه بشن توی این لحظات. جانفزا نتونست روی توپ اثر، باید به توپ سرعت بدن. زمان به سرعت در حال گذر هست برای زرتوشای پارس جنوبی جمع. محبی ارسال توپ بلندی است. جانفزا ایستاده، باید بیشتر تلاش کنه توی این لحظات. در خط دفاعی بیژن بازی رو آرام میکنن، با خیری کار میکنه. حالا ارجمندیان میتونه یه زده حمله رو طراحی برای پارس جنوبی جمع از یک فضای مناسب. حالا تعویض در ترکیب پارس جنوبی جمع. 3 تعویض تیم پارس جنوبی جمع انجام خواهد شد. پارس جنوبی جمع وارد بازی میشن. بازیکنان اثرگذاری هستن و میتونن تو این لحظات به تیم پارس جمع کمک کنن. اوج هیجان، اوج استرس در این لحظات در مستطیل سبز ورزشگاه تختی جمع. ضربه ایستگاهی برای پارس جنوبی جمع. اشتی میتونه وارد بازی بشه. همچنان بازی متوقف هست. قطعا داور وقتهای اضافه رو لحاظ خواهد کرد. حالا علی دشتی وارد مستطیل سبز داور میکنه. ضربه ایستگاهی در واپسین لحظات بازی موقعیت ایدئالی است تا گل برتری رو بزنن. 3 امتیاز این دیدار حائز اهمیت هست برای پارس جنوبی جمع. بازی در جمع برگزار میشه. ارسال توپ، موقعیت، فرصت دارن بازیکن پارس جنوبی. محبی دفاع رو رها کرده. پارس جنوبی جمع نزدیکی های نقطه کرنر، پرتلاش باید کرنر رو بگیرن. حالا ضد حمله برای آیپوش های داماش گیلا. کناره های خط طولی ارتباط قطع میشه. میلاد تقیان افتخاری تازه نفس هست، پاس میده. محبی دفاع رو رها کرده، باید پاس بده. 87مین دقیقه بازی. پارس جنوبی جمع 2 داماش گیلان 2. پارس جمعی که 2-0 جلو بود، حالا بازی 2-2 شده. تشکر در عهده دارن از جناب آقای یزدان شهیدزاده مدیر فرهنگی ورزشی پارس جنوبی جمع هم کمال تشکر دارم که تلاش‌های زیادی انجام دادن تا ما به صورت مستقیم از ورزشگاه تختی جمع در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. به امتیاز برای پارس جنوبی جمع. فرصت برای پارس جنوبی جمع. برای پارس جنوبی جمع از یک فضای مناسب. لحظه این فقط یک امتیاز گرفتن. دقیقه 90 بازی. چه هیجان و استرسی است در ورزشگاه تختی جمع. ببینیم تکلیف این ضربه ایستگاهی چه خواهد شد. آیا پارس جنوبی جمع میتونه در واپسین لحظات گل برتری رو به ثمر برسونه یا خیر؟ این لحظه حادث شدن خطا هست. شلوغ هم هست توی محوطه جریمه. مهاجمای پارس جنوبی آماده هستند تا از ضربات سر استفاده. ارسال، فرصت، موقعیت. ای وای چه موقعیتی از دست رفت. چه لحظه ای نتونستن گلو به ثمر برسونن. داور دستور میده از جایی که توپ اوت رفته اوت پرتاب بشه. میلاد تقیان چپ و راست توپا رو ارسال میکنن. حالا فرصت، افتخاری، ارسال، موقعیت برای پارس جنوبی. خطا برای داماش گیلان گرفته میشه. خطا برای داماش
گیلان گرفته میشه. لحظات پایانی بازی است. 2-3 بازیکن در محوطه جریمه احساس ناراحتی میکنن. تا اینجا نبرد شمال جنوب 1-1 شده و امتیازها مساوی. جمع پارس جنوبی جمع 2، داماش گیلان 2. انصافا هر دو تیم فوتبال زیبایی رو ارائه دادن. نگاه کنید به حرکت آهسته محوطه جریمه. یکی از زیباترین فوتبال های هفته های اخیر در ورزشگاه تختی جمع در حال رقم خوردن است. 4 گل در این بازی به ثمر رسیده. سهم هر دو تیم 2 گل بوده. پارس جنوبی جمع 2 گل زده و داماش گیلان 2 گل. پارس جنوبی جمع که 2-0 جلو بود از رقیب خودش، حالا بازی 2-2 شده. ضربه دروازه و این هم آقای روانخواه متفکرانه این لحظات داره کار شاگرداشو زیر نظر داره. لحظات پایانی بازی است. آیا دوباره گلی در این بازی به ثمر خواهد رسید یا خیر؟ یه ضربه بلند. حالا بازیکن‌های داماش، جعفری، پرتلاش و خستگی ناپذیر اعلام اوت برای داماش گیلان. سعید طالبی عالی کار کرده در ترکیب داماش گیلان. علیزاده برای داماش رو به عقب با خط دفاعیشون کار میکنن. یه ضربه بلند. حالا حق شناس میتونه توپو در اختیار بگیره. باید سری بازی رو به سرعت برای پارس جنوبی جمع در حال گذر هست. بازی در شهر جمع در استادیوم تختی جمع در حال برگزاری است. کش استفاده کنه. یه پاس عمقی، فرصت، موقعیت، بزن ضربه تو. ای وای، توپ به آسمان میره و توی چارچوب نمیره. باز هم نتیجه 2-2 باقی میمونه. توی این لحظات پارس جنوبی جمع یک پارچه حمله شد. هر دو تیم فوتبال زیبایی ارائه دادن. انصافاً به هر دو تیم باید خسته نباشید گفت. انصاف حکم میکنه که با بازیکنای هر دو تیم بگیم خسته نباشید. یه ضربه بالا. میلاد تقیان، جان فضا، محبی، یه پاس عالی، افتخاری، موقعیت داره، افتخاری، یه ضربه. ای وای، توپو میگیره، خدا بخشی، تو سر توپ، ارسال، موقعیت، توپ رو پاهاش افته. طوفانی کار میکنن بازیکنهای پارس جنوبی از زمین و آسمان. داور میتونست خطا رو بگیره. زاره بازیکن شوت زنیست. افتخاری فال برگشت توپ. کاپیتان پور امینی تغییر منطقه بازی. میلاد تقیان اوت. از زمین و آسمان توپا رو میریزن روی در. اوج استرس، اوج هیجان در ورزشگاه تختی جمع. چه فوتبالی شده. کادر فنی داماشگیران کنار میکنن و حملات پارس جنوبی جمع یک پارچه تو این لحظات داره ادامه داره و هنوز بازی 2-2 هست. فارغ از نتیجه زیبایی رو داریم با هم میبینیم تو این لحظات پایانی بازی است. یکی از بازیکنهای داماش احساس ناراحتی رو نشان داد. فکر کنم بازیکن تمارض کرده یا به علت اتلاف وقت بازیکن باید از مستطیل صدر بیرون. قطعا داور وقتهای اضافه رو لحاظ خواهد کرد. ورزشگاه تختی جمع، نبرد شمال و جنوب اینجا در ورزشگاه تختی جمع فعلا 2-2 هست.
تا اینجا تقسیم شده، هم داماش قشنگ بازی کرده، هم پارس جنوبی جم. یه فوتبال زیبا و ناب و تماشاگر پسند. چه حساسیتی داره این پرتاب. محبی دورخیز کرده. پرتاب تقیان پشت محوطه جریمه. جعفری ارسال، موقعیت، فرصت برای پارس جنوبی. ضد حمله برای آیپوش‌های داماش در واپس این لحظات. باید سری اوتو پرتاب کنن. دشتی، زاره، محبی، یه پاس عالی. میلاد تقیان، ارسال توپ در کنترل خوبی نیست. مسلم حقشناس باید سری ضربشو بزنه. کاپیتان پورامینی، زمانی تا پایان باقی نمانده. علیت به حالا همایون افتخاری پشت محبته جریمه. ارسال خوبی نیست. لحظات پایانی بازی. پورامینی یه ضربه سر. میلاد تقیان، جعفری خدا بخشی چه میکنه این بازیکن. تو سر توپ، فوق‌العاده پاس، فرصت، موقعیت. یا خدا پنالتی هست یا نه؟ نه داور اعتقادی به پنالتی نداره. توی با هم ببینیم. سری بازی رو آغاز میکنن بازیکنهای داماش. چه فوتبالی شده روی زمین. افتخاری از تکنیک استفاده میکنه. همایون یه پاس. گل گل. خدای شکرت پارس مشکی، تیم محبوب پارس جنوبی جم. ورزشگاه میره روی هوا. نبرد شمال جنوب. حالا جنوبی ها پیروزن. حالا بازی 3-2 میشه. حالا بازی 3-2. نگاه کنید. شلیک نایو سنگین انجام داد. یه ضربه سنگین از راه دور. فوق‌العاده ضربه شو. بی‌نظیر بود. این گل سوم فوتبال زیبا رو با هم دیدیم. نمای زیبا از استادیوم تختی جم. دیگه چیزی تا پایان بازی باقی نمانده. شاگردان آقای روانخواه حالا 3 امتیاز بازی رو شون. چه بازی شده. 5 گل توی این فوتبال به ثمر رسیده. خسته نباشید و خدا قوت به زرپوشان پرتلاش پارس جنوبی جم. شور و هیجان در ورزشگاه تختی جم. دیگه بهتر از این نمیشد. اینه که میگن ورزش فوتبال زیبا هست. اینه که میگن ورزش فوتبال هیجان داره. ابتدا بازی 2-0 بود برای پارس جنوبی جم. بعد بازی 2-2. شاگردان آقای روانخواه پارسی که در پایان بازی یک بارچه حمله بود، این چنین گل سوم هم به ثمر رسوند. خدایی چه استرسی از توی این ارسال تو. کاپتان پورامینی حقشناس توپو به آغوش میکشه. فوق‌العاده است مسلم حقشناس. از دیدن این فوتبال زیبا لذت ببریم. یه فوتبال زیبا دیدنی فوق‌العاده. یک فوتبال زیبا و هیجان انگیز. حالا توپ بیرون میره. باید بگم تو پرتاب کنن دیگه. چقدر شلوغ میشه اونجا. لحظات پایانی بازی هفته 26 رقابت های لیگ آزادگان. پارس جنوبی مهیج، پر استرس
جذاب و ناب در هفته 26 رقابت ها. داور دستوجی میشه، کارت زرد رو به یکی از نیمکت نشینای پارس جنوبی جمع نشان میده. گزارش بازی قد استرس هست توی آن هم هست توی محوطه جریمه، باید پرتاب اوت انجام بشه. داور دستور میده از جایی که توپ بیرون رفته باید پرتاب اوت انجام داد. ارسال توپ، ارسال حقشناس توپو به آغوش میکشه و خیال همه رو راحت میکنه. مسلم حقشناس طوفانی کار کردن بازیکن‌های پاس. لحظات پایانی بازی یه ضربه بلند خدا بخشی میتونه پاس بده، تو سر توپ جعفری پاس بده. جعفری توپ از پاش جدا میشه. خطای جعفری کاملا بازی رو به اوج هیجان در ورزشگاه تختی جمع. شور و هیجان در ورزشگاه تختی تمام توی جمع 3 داماش گیلان 2 در یک فم از تماشای این فوت که ولی این بود بازی. یه لحظه امیدوار شده بودیم که دومین امتیاز رو میگیم. در بود چه خبره؟ اونقدر سخت تلف نشده بود، حالا یکم حقشناس افتاده بود زمین و اینا. آخه تیمای امید روانخواه همیشه همینطوری هستن دیگه، اون نیروی زمینی این. آره بعد میاد ماجرا. الان این صحبتام بکنیم الان دوستان میگن که حالا مثلا باختیم داریم بهونه میاریم. نه توی بازی چند تا اتفاق باید بیفته، پنالتی رو نگیری، گل آفساید بشه، نمیدونم اینور یه چیزی بگم، 9 دقیقه وقت اضافه. یه چیزم بگم. بگو. حالا اینا به کنار، ولی هر چقدر نیمه اول تیم ناامید کننده بود، نیمه دوم یه چیزای خوبی از خودش نشون داد و اومدن عماد میرجوان به نظرم خیلی تونست خط حمله داماش رو تو نیمه دوم وضعش رو بهتر بکنه. خب هر دو گل هم که زد روی فرصت طلبیش و آره به نظر من میتونه در ادامه فصل، الان تو بازیایی که انجام داده تا الان 3 تا گل زده و این خودش یه آمار خوبه. ادامه فصل خیلی میتونه به اون کمک کنه و بعد شانس بودیم واقعا بعضی اوقات. شبیه بازی چیز شد دیگه تقریبا دیگه با همین خلیج فارس اگه اشتباه نکنم. نه خلیج فارس ما برده بودیم، یه بازی دیگه بود که 3-2 باخته بودیم مثل شهر بابک یا بازی با مثل سونگون دقایق آخر گل دوم خوردیم، یا آستارا، یا خیلی از این بازی‌ها بود. یعنی این یه چیز عجیبی شده، یا هم استقلال ملاسانی بازی‌ها بود که خیلی هم خوب بودیم ولی این یه بحران شده واسه. حالا امیدوارم به هر حال بازی بعدی رو بتونیم، حالا تیم سختی هم بازی داریم دیگه با چادرملو بازی. ولی یه چیزم بگم، علیرغم همه اینا یه چیز جدول نگاه کنید، هنوز ما 3 امتیاز با منطقه هم فاصله داریم. هیچ فرقی نکرد. هیچ فرقی نکرد. البته 3 امتیازی که بستگی داره هفته بعد شاهین بندرآمری چیکار کنه. بازی سختی داریم بعد این با چادرملو، تیمی که میخواد جایگاه خودش رو حفظ کنه و برای صعود به جنگ خیبر بکشه پایین و اصلا بازی آسون نمیشه. آمار چادرملو هم که گفتیم کلا از بازی خارج از خونش بجز یه مساوی و یه باخت همه رو برده و اصلا بازی آسون. حالا علی اگر شد حتما یه وارشتاکی میذاریم و آره اگر شد خودت رسیدی منم رسیدم باید اول صبح باشه. آره احتمالاً اول صبح بزنیم که جفتمون برسیم. حتما صحبت میکنیم. الان واقعا حال و حوصله صحبت کردن تقریبا میشه گفت نداریم. حالا میخواید یه تا کامنت های بچه‌ها رو اگه درد داره دیگه در آخر اینجوری می‌بازی درد داره. ولی خب میگم ولی بازم خسته نباشید میگم به تیم نیمه دوم واقعا خوب جنگ می‌کنه. کاش فقط دقایق آخر عقب نمی‌نشست. ببین وقتی تو با تیم روانخواه بازی میکنی نمیتونی بگی که 100% فوتبالی باختی، ولی به هر حال باخت. هر جوری که بود باختیم. آره این بود به هر حال این بازی و حالا تا یا بازی بعدی یا کامنت رو می‌خواستم بخونم ولی هم حسابشون خورده و چیز خاصی هم نمی‌کنم دیگه، صحبت خاصی هم ندارم. اگه تو صحبتی داری که به امید اینکه آخر این داستان خوش باشه فقط. فعلا